بله، عرض سلام دارم خدمت شما یاران عزیز. آقای حیدری عزیز، خیلی خوش آمدید. ما امشب کلاپیو خواهیم داشت تحت عنوان دولت ایرانی، ملت ایران، تاریخ و انقلاب مشابه LSD. خیلی خوش آمد میگم. کلاپ رو شیر کنید یاران، بیشتر دوستان و ایران تشریف بیارن. ما بحث رو شروع بکنیم. آقای حیدری، اگر شما برای شروع بحث چیز خاصی بله، داریم بفرمایید. وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه و بابت عدم حضور فعالانه در هفته های گذشته پوزش میخوام بابت اینکه برودت هوا و تغییرات اقلیمی و جوی ما رو دچار مریضی های فصلی میکنه و همین خاطر از اونجایی که ارتباط ما هم ارتباط کلامی است، صحبت کردن رو برای ما سخت میکنه. این تاپیکی که شما نوشتید البته برای مبادره کردن یک ذهنیت هست یا کمک کردن به ساختن یک تصویر در خیال خود. خب به خاطر اینکه تاپیک های کلاب هاوسی رو هم نمیشه مبسوط و مشروح نوشت و همین خاطر سعی میکنیم که از کلید واژه ها استفاده بکنیم تا یک فرمی و چارچوبی از تاپیک رو مشخص بکنه. البته رویدادهای دوران معاصر و بخصوص حال حاضر بررسی های بسیار و تحلیل های بسیار می خواهد. تلاش و کنکاش بسیار می خواهد تا کسی را از جا برکند. تلاش بیوقفه‌ای می خواهد و همت طرف مقابل هم که او رو با خود به مسائلی علاقه‌مند کرد که بایستی مورد توجه قرار بگیرد. دولت ایرانی، ملت ایران، تاریخ ایران و انقلاب از شیوه و سبک ایرانی بسیار شبیه به ماده‌ای به نام LSD. خاطر کسانی که در دهه 60 و 70 من از این دهه ها به بعد دیگه در اون سرزمین زندگی نکردم، ولی خاطرم میاد خیلی از نسخه پزشکان رو که دریافت میکردی و به داروخانه ها مراجعه میکردی میگفتن 3 قلم داروهات هست، 4 قلمش هم مشابهش رو داریم. ما با کلمه مشابه بسیار آشناییم. حالا چرا دولت ایرانی، حاکمیت ایرانی، ملت ایران، تاریخ ایران و انقلاب به شیوه و سبک ایرانی مشابه LSDه؟ چرا؟ ببینید، من البته در این زمینه تخصصی ندارم در حیطه معلومات عمومی هر کسی که بایستی تا حدودی محدود بداند. من هم تاریخچه ظهور و بروز این نوع مواد توهمزا رو میدانم. LSD یکی از اون ماده های توهمزای دهه 60 و 50 بود که غوغا کرد، در جهان غرب غوغا کرد و شما وقتی افکت های این رو بررسی میکنید خیلی مشابه با مفهوم ایرانه. یعنی اون سطح از مسخ شدگی، از
در توهم بودگی رو که LSD ایجاد میکنه، همین مفهوم ایران هم ایجاد میکنه و ارتباط شما رو کلاً با ریالیتی و واقعیت قطع میکنه. به همین خاطر من فکر کردم این میتونه از زاویه‌ای به ما کمک بکنه به تحلیل امروزین ما. علل خصوص این کلاپی رو که من دایر کردم و میخوام پیش ببرم، یواش یواش میخوام کسانی را که جزء پیروان و یاران آخذ کردوار و سربخو هستن متوجه مسئولیت بزرگی که برای خود تعریف کردن بکنم و متوجه بکنم که اقدامات بعدی که اونها بایستی در پیش بگیرن چگونه باشه و چگونه میتوان این مسیر را ادامه داد. همین خاطر من سعی میکنم که نگاهی به این داشته باشم با اوضاع و احوال و تحلیل هایی که طی سالیان گذشته داشتیم بر اساس متنی و نگاهی که داریم و آینده رو که به سمت سوی او داریم حرکت میکنیم. خب این کوتاه مختصری بود آقای طاها. شما بایستی من رو یاری بکنید به خاطر اینکه دچار تنگی نفس میشم و اگر بخوام یه صحبت بکنم این مشکل برام ایجاد میشه. به همین خاطر هر از گاهی به من یه فرجه بدید نفسی چاق بکنم و دوباره وارد بحث بشم. بله بسیار ممنونم آقای هیدری. امیدوارم که یارانم تشریف بیارن بالا و در بحث شرکت کنند که بتونیم کلاپ پرباری رو داشته باشیم. خب من عذر میخوام یک بحث تذکری آقای هم از این به رحمانی، بعد بدم. آقای طاها، من صدام آقای متاسفانه مهرداد عذر بک‌گراند میخوام، داره. من یه توضیحی بدم برای کسایی که شاگردهای خیلی بدی بودن، در مدارس خیلی بدی درس خوندن، در سیستم آموزش پرورش فاسد حاکمیتی درس خوندن. من خدمتتون بگم که مشارکت کردن در هر غیر عمومی، در هر مسئله عمومی نیازمند به حضور و اکتیو بودن است. اینی که ما فکر میکنیم که طبق این کلیشه های مزخرفی که چه میدونم این مجهول الهویه های ایرانی در این فضای مجازی باب کردن یا این دکون جدید پول در آوردن و کاسبی کردن تحت نام ورکشاپ و کلاس های مختلف و چه میدونم استیج های کارشناسان و پنلیست ها و این لاتائلاتی که از دنیای غرب گرفتن و به صورت بسیار شیادانه خاورمیانه‌ای هندی کاولی دارن میفروشن به دیگران. آقا شما داری یه بحث رو میشنوی و در یه بحث داری شرکت میکنی، خودتو گوشاتو آوردی یه جایی ایستادی، آدمی نظر داری یا موافق یا مخالف، هیچی هم نمیدونی، هیچ پیش زمینه ای هم نداری، یه مخالف میشنوی یه موافق میشنوی، تکلیف خودتو مشخص میکنی با این موافقی یا با اون موافقی. این دیگه خب شاخ و قول شکستن که نیست که. شرکت کردن در یه جایی، شما باید یه جایی یه وجودی از خودت نشون بدی، تو یا وجود داری یا نداری. امیدوارم متوجه شده باشیم. من نمیدونم از این سریحتر هم نمیشه با کسی صحبت کرد. بله کاملا دقیق میفرمایید آقای هیدری. من با اون بحثی که شما آغاز کردید امروز اتفاقا یکی از کلاپ های گذشته رو داشتم گوش میدادم که در آن خانومی به اسم الی تشریف آوردن و یک کلاپ تقریبا 5 ساعته بود. بحث جالبی در گرفت و اونجا من دقیقا جریانی رو که الان شما مشابه مصرف کنندگان LSD
مطرح کردید که این توهم و تورمی که ایرانیت ایجاد میکنه دقیقا یکی از نمونه ها رو در وجود اون خانم فکر میکنم میشه پیدا کرد و بحث هایی که مطرح کردن و در آخرش هم که به شیوهی بسیار مفتضحانه بحث رو به حواشی کشیدند. دوستان حتما این کلاپ رو یک بار دیگه گوش بدن، من لینکش رو میذارم. این کلاپ خیلی خیلی مهمه چون اونجا آقای رامینم در بحث شرکت میکنن و با توجه به اینکه ایشون تقریبا یکی دو جلسه بود که با آخذ آشنا شده بودند و با فکر و مکتب فکری آخذ آشنا شده بودن، سوالات خیلی جالبی رو مطرح میکنن که در اونجا آقای حیدری در تقریبا میشه گفت 5-6 پاراگراف مختلف به زوایای مختلف این انقلاب دست نامرئی میپردازن که بسیار دقیقه. من اون روز که خودم در بحث شرکت کردم واقعا به این شاهکاری که امروز گوش دادم نتونستم اون موقعی که در بحث بودم متوجه این امر بشم، ولی امروز که دوباره اونو گوش دادم واقعا به زوایای بسیار ریزی در اون کلاب رسیدم. امیدوارم وقت بشه من یه بار دیگه همون کلاب رو از اول توی کلاب هاست دوباره بذارم و روش بحث بکنیم، چون اونجا مسائل بسیار دقیقی در مورد اون دست نامرئی که برای خیلی از مردم سواله و قطعا هر جا از اون یاد میشه ما با مسئله تئوری توطئه و این مسائل روبرویم، ولی دقتی که آقای حیدری در تشریح اون دست نامرئی در اون کلاب کردن بسیار شاهکار و عالیه. برای همین فکر میکنم به بحث امروزمون هم ربط داشته باشه. حالا نمیدونم آقای طباطبایی هم دوباره یک مسائلی رو در مورد قانون اساسی مطرح کردن و اینکه قانون بنیادین، قانون اساسی به عنوان قانون بنیادین حقوق و تکالیف ملت ایران به نظرم خالی از لطف نخواهد بود اگر اونم یک نقدی بکنیم اگر فرصت باشه. امیدوارم که بتونیم. بفرمایید یاران، خوش آمدید. ببینید، من قبل از اینکه ورود بکنیم به مبحث امروز نکات مهمی رو متذکر بشم که غالبا همه رو به اکثریت مردم رو یا الکن میکنه یا لال میکنه یا مچاله میکنه، میندازه تو سطل آشغال و این باعث میشه که تو مردم رو در حوزه عمومی غیب بکنی. یعنی اینکه شما اگر برگردی به مفهومی به نام آزادی بیان، تو این آزادی بیان رو به این مردم بدی، خواهی دید که برای یک پابلیک دیبیت در شهر 10 میلیونی تهران 1 میلیون نفر حضور پیدا نمیکنه که هیچ 100,000 نفرم حضور پیدا نمیکنه. چرا؟ چون این مردم رو غیب کردن با کشتن اعتماد به نفساشون در حوزه های بسیاری و فربه کردن خودخواهی ها و لذات هدونیستیشون در زاویه دیگری. ببینید، وقتی شما این فضاهای اتمسفرهای دانشگاهی، اتمسفرهای سمیناری، اتمسفرهای ورکشاپی رو وقتی بررسی میکنید، شما شاهد کارهای نظری، فکری و تئوریکی هستید که اینها رو چنان با زبان متدیک به خورد شماها میدند که اولا هر مخاطبی فکر بکند این جزء همون مغلطه‌های زبانیه.
هر مخاطبی فکر بکنن که طرف داره چیز مهم، بسیار مهمی خارج از حیطه فهم و توانایی و درک او میگوید. خب تا اینجا نشون بده که اینی که الان رفته متخصص شده، اکادمیسین شده، پنلیست شده، یا آدم مهمیه، یه کاری کرده. بالاخره شما پرورش اندام که میرید بالاخره باید یال و کوپالی به هم زده باشی، رگای بدن یه جای بیرون زده باشه، یه ثمره از تو داشته باشه. تو هم با این زبان متدیک صحبت کردن خب ثابت میکنی که یه چیزی هستی که دیگران نیستن. اما وقتی محتوای کلام رو میگیری میچلونی، میبینی طرف هیچی نگفت، یه مشت مهملات گفت. کسی که با این زبان زرگری آشنا نیست، به قول شماعی زاده میگفت پزیز ازن نمیدونم چی، کسی که با این زبون آشنا نیست خب فکر میکنه این چیز مهمی گفت و اون لاتا الاتی رو که میده کنگ دل این افاظات میده بیرون، فکر میکنی چیز مهمی بود و ما غافل شدیم از اینکه چیز بسیار مهمی ایشون گفت و جهان نجات پیدا میکرد. ولی متاسفانه آدم های با شعور کمند که بفهمند این چیز عجیبی که این گفت چیست. ببینید غالب اینهایی که میان از تئوری ها، نظریه ها حرف میزنن، مثلا طرف داره در مورد لیبرالیسم حرف میزنه. ببینید این در مورد ایده لیبرالیسم حرف میزنه، ایدئال لیبرالیسم حرف میزنه. طرف داره در مورد دموکراسی به طور کلی و پکیجش صحبت میکنه، داره در مورد ایده دموکراسی به شیوه ایدئالش حرف میزنه. این درباره هیچ دموکراسی واقعی حرف نمیزنه، این درباره هیچ رئالیتی حرف نمیزنه. شما هیچ حکومت لیبرالی در دنیا نداری که تطبیق بکند با ایده های لیبرالی. شما هیچ حکومتی در دنیا به عنوان یک حکومت لیبرال نداری. شما سیاست های مختلف نئولیبرالی در دنیا دارید با تمام مدل های حکومتی و کورپوریتی که دارند. اینا به شما نمیگن هایی بگید دموکراسی اینه، شاخش اینه، چه میدونم گوشاش این شکلیه، موجود ملوسیه، خیلی چیز قشنگیه، وای اگه داشته باشی خیلی خوبه. میگی چرا اروپایی پول دارن؟ خب دلیل داره، اروپایی خودشون بهت میگن که ما خیلی سخت کوش و کار کنیم. دلیل اولمونه. دلیل دوم اینه که ما ارزش‌های لیبرالی و بازار آزاد داریم. دلیل دوم که ما پول داریم. دلیل سوم اینه که ما دموکراسی هستیم که پول داریم. هر سه تا دلیلشون سه تا دلیل آشغال دروغگویانه است. دروغ میگن. پسر لورو میگفت که این پیرمردا رو میبینی تو این پارک اول صبح میان میگن عمو چی کار میکنی، راز چه میدونم طول عمر شما در چیست؟ میگه هوای صاف و ورزش. دروغ میگه. من خبر دارم تریاک میکشن. اینا دروغ میگن. اینا هیچ کدامشون قبل از این که به طرف سرمایه داری برن، به طرف انقلاب صنعتی برن، دموکراسی نبودن. دروغ میگن. اینطوری که خودشون هم میگن دموکراسی، همین مدلی هم که الان دارن نبودن. شرط لازمه به طرف توسعه رفتن هم هیچ وقت دموکراسی نبوده. دلیل ثابت کردن این همینه. حکومت چین در طول تاریخ بشریت طی 35 سال اخیر ثابت کرد که معجزه‌ای رو که حکومت چین کرده هیچ دولتی تو دنیا نتونسته بکنه. هیچ دولتی تو دنیا در طی 35 ساله اخیر دولت چین با 1,400,000,000 نفر جمعیت رشد بیش از 10% اقتصادی رو داشته. 600 تا 700 میلیون انسان رو از فقر در آورد. بی‌نظیر در تاریخ بشریت. اوکی؟ خب اینا رو مد نظر داشته باشید. پس ببینید وقتی طرف داره از یه مشت مخملات حرف میزنه، شما یه شیعه متوهمه، متورمه، کتک خورده، نامتعلق ایرانی رو میبینی وقتی میاد رو استیج حرف میزنه، مرتیکه انگار پای برج ایفل نشسته، خود سنجوسته طرف. توجه میفرمایید؟ انگار نه انگار که زیر دست علی خامنه‌ایه، مورد تجاوز علی خامنه‌ایه. نه شخصیت داره، نه آبرو داره، نه حیثیت داره، نه کرامت داره، نه تعلق داره، هیچ نداره این مرتیکه.
میشینه اون بالا حرف گنده گنده میزنه. توجه میفرمایید طرف تا اینجا رفته در اون وادی توهم بزرگی که داره میزنه. اینه که اینها رو شما مد نظر داشته باشید. پس طرف داره در مورد ایدئال ها حرف میزنه، در مورد هیچ واقعیتی حرف نمیزنه، هیچ حقیقتی حرف نمیزنه. اوکی؟ شما اینا رو مد نظر داشته باشی، بعد میتونی طرف رو یقه کنی به اون جاهایی که ورود میکنه و داره لاتایلات میگه. ادامه بدید. برم متشکرم. بفرمایید یارم هر کدومتون اگر صدای من هست آقای طاها؟ بفرمایید. امیدوارم که صدام بک‌گراند نداشته باشه و صدام واضح باشه. صدا خوبه، بفرمایید. خیلی عالی. خسته نباشید. شب همگی بخیر. نمیدونم این تاپیکی که امشب شما زدید واقعا ایده چه کسی بود و این تشبیه کاملا مناسب و درخور از انقلاب، تاریخ، ملت ایران، دولت ایران به یک ماده توهمزا به اسم LSD. اگه دوست دارم قبل از اینکه به بحث اصلی ورود بکنم یک تصویری از LSD به شنونده های عزیز بدم که درک بهتری از مطلب داشته باشن. چرا LSD؟ چرا اکستازی نه؟ چرا مسکالین نه؟ چرا تریاک نه؟ چرا مخدرهای دیگه نه؟ LSD مخدری هست، روانگردانی هست که به مصرف کننده خودش آنچنان تصاویر توهمزا و صداهای توهمزا و جهان توهمزایی رو القا میکنه که اگر شما قبل از مصرف LSD بشینی مشق بنویسی و یک کاغذ A4 رو سیاه بکنید از اینکه این جهانی که قرار من میخوام واردش بشم توهم محض هست، یعنی با این علم شما همچنان تصویری که از جهان LSD داری تصویری هست که واقعی تر از جهان واقعیه. برای همین شما در جهان LSD تصور میکنی که جهان واقعی اینه و ارتباطت با جهان واقعی که قبل از اون داشتی و در اون زندگی کردی و جهان مادی هست تبدیل میشه به یک ارتباط توهم‌آمیز. یعنی شما فکر میکنی که اون جهان واقعی جهان توهمه و جهانی که در LSD به شما القا شده جهان واقعی هست. قبل از اون هرچه بود توهم بود. نظام سلطه وقتی که با تمام ابزارهاش، با تمام امکاناتش، با تمام رسانه‌هاش شما رو محاصره میکنه، خوب میدونه که از چه دری به شما وارد بشه، خوب میدونه که با چه آلترناتیوی مغز شما به دور مغز شما تار بزنه و اون رو بتنه و اون رو هدایت بکنه. دقیقاً مثل ماده مخدر LSD. ماده مخدر LSD اگر شما تا آخر عمرت اون رو مصرف بکنی مثل ماده دیگه نیست که وقتی در آینه نگاه میکنی آثارش رو در چهره خودت ببینی. همونطور که آقای آلبرت هافمن سوئیسی سال 1960 یا 70 اگر اشتباه نکنم اون دوروبر بود اون رو اختراع کرد، خودش تا آخر عمر هر روز LSD مصرف کرد و تا 103 سالگی هم عمر کرد. یعنی هیچ اتفاقی هم براش نیفتاد اما همچنان در اون جهان زندگی کرد. این روایتی که دولت ایرانی، ملت ایران و تمام این روایت هایی که در ذهن شما قرار داره توهم های بسیار شیرینی است، بسیار میتونه واقعی باشه. چرا واقعی باشه؟ چون تمام کارمندان، تمام رسانه ها، تمام میدیاها و تمام مباشرین این سیستم دست به دست هم میده که اون رو همچنان در ذهن شما بسیار پرزرق و برق قشنگ نگه داره و شما متوجه نیستی که واقعا در توهم مطلق هستی و به مرور زمان وقتی که هویت‌های خودت رو به اون مفاهیم گره زدی، اگر روایت واقعی یا اگر کسی به هر نحوی گوشه ای از جهان واقعی رو
که یک زمانی درش زندگی کردی و یا اینکه کسان دیگری در اون جهان زندگی میکنن به شما نشون بدن، شما فکر میکنی که نه، اون توهمه و جهان خودت رو واقعی میپنداری. برای همین این تاپیکی که امشب زده شده و ارتباط اون رو با LSD کاملا من مناسب میدونم. وقتی که به عنوان مثال من از آخذ مثال بزنم برای شما، وقتی که آخذ میاد جهان انقیاد رو برای شما تئوریزه میکنه، اون رو کاملا حلاجی میکنه برای شما، زوایای مختلفش رو به شما نشون میده و در مقابل جهان اختیار، جهان انقیاد، جهان اختیار رو برای شما به تصویر میکشه و انسان کردی رو برای شما تعریف میکنه. نظام سلطه که نمیتونه بیاد با چهره خودش، با رسانه خودش، با کارمندان علنی خودش در رسانه های خودش اون رو بخواد بزنه، اون رو تخریب بکنه، بهش حمله بکنه. مسلماً در قالب کسانی که مخالف خودش هستن، اونها رو بولد کرده، اونها رو بزرگ کرده و به خاطر سطح منحوس بودن و منفور بودن خودش، وقتی که اومده به اونها کردیت دشمنی خودشون رو داده، اونها رو پیش شما معتبر و محبوب کرده و اونها رو میفرسته سراغ شما. شما امروز متوجه میشید که تنها روایتی که میتونه و تونسته تا این لحظه تمام پروژه ها و برنامه های دولت ایرانی رو و نظام سلطه رو یکی پس از دیگری باز بکنه، افشا بکنه، آخذ بوده. اما شما میبینی که موازی با این جریان چه کسانی، چه جریاناتی، چه احزابی، چه رسانه هایی اومدن حمله کردن به جریان آخذ. شما اینجا باید تشخیص بدی اگر یک نفر آمده با عنوان رهبری یک جریان انقلابی که در خودش یک سری توانایی ها رو میبینه، که به خودش اعتماد به نفس داره و کسانی رو اطراف خودش جمع کرده که با ایمان خالص و با باور انقلابی یک هدف رو برای خودشون تعیین کردن و قصد سروری کردن، قصد آزادی کردن و دارن آزادی رو تعقیب میکنن. شما میبینید که چطور تمام کارمندان و مؤسسات صدا به مزد، قلم به مزد ام 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 و روی هم رفته مزدورش رو میندازه مثل سگ هار به جون این جریان. شما باید اینجا ترازوت و سنگ محکت به شما نشون بده که چه جریانی اینجا حقیقیه، چه جریانی اینجا داره برای شما واقعیت رو نشون میده و چه جریانی داره مثل LSD به شما توهم میفروشه. توهمی که میتونه واقعی تر از جهان واقعی باشه و شما سالهای سال در این توهم به سر ببری، همچنان که پیش خودت در باور خودت فکر میکنی که روی دنیای واقعی داری زندگی میکنی. هیچ اتفاقی هم برات نیفتاده. رنگها زیباتر از رنگهای جهان واقعی، صداها قشنگتر و گوشنوازتر، اما غافل از این که کل موجودیت شما، کل باورهای شما، اعتقادات شما و مسیری که درش قرار گرفتی توهم محضه. توهم محض. شما نمودش رو توی این اعتراضات اخیر دیدی. بیش از 3 ماه همگی خیال کردن که دارن انقلاب میکنن، همه فکر کردن که واقعا انقلابی هن، که اتفاقاتی داره میفته، اما دیدید که ماستا کیسه شد. نه؟ من مایکم رو میبندم. حالا در دور بعدی هم ما بقیه صحبت ها رو ادامه میدم. بذارید صحبت های من طولانی نشه، ما بقیه یاران هم صحبت بکنن. امیدوارم که تونسته باشم اشاره بکنم به اون چیزی که مد نظرم هست رو واقعا به شما بتونم انتقال بدم. بله، متشکرم آقای ماش. آقای دری، اگر قصد صحبت دارین ادامه صحبتتون رو بفرمایید. بعد میریم خب خود بکنم. آقای کاوه و سعید کیوان و روار هم اومدن. دوستانم یارانم صحبت بکنن، بعد ما ادامه میدیم بحث رو. بله، در خدمت. ممنون. آقای کاوه بفرمایید. می‌دارم صدای ما رو داشته باشین شما.
بله وقتتون بخیر. من صدام هست آقای تا؟ بله بله خوبه. خیلی ممنون. اه، من پور کانکشنم، البته امیدوارم که صدام خوب باشه و قطع نشه. این چیزی که آقای حیدری بهش اشاره کردن، اون پسر لوره که میگه پیرمردهایی که در پارک میشینن و میگن ما اینجا به هوای پاک و ورزش اشاره میکنن و پسر میگه اینا دروغ میگن، اینا معتادن. در واقع اینا از منظر خودشون دروغ نمیگن و هوای پاکی که مد نظر اوناست اون هوای پاکی نیست که ما ازش تصور داریم یا بهش فکر میکنیم. اون چیزی که ما بهش میگیم هوای پاک حال آدما رو خوب میکنه، اون هوای پاک حال اینا رو خوب نمیکنه. یه هوای دیگه حال اینا رو خوب میکنه. اون دودی که از تریاک بلند میشه، اونا به اون دود میگن هوای پاک. خب دقیقاً انقلاب هم همینه. آقای مارش به الستی اشاره کردن، گفت چرا الستی، چرا روانگردانای دیگه نه؟ خب LSD یه تصاویری به آدم میده که اینا رو به واقعیت تبدیل میکنه. یعنی میگه اینا تصاویر حقیقی هن. اینا نداهای حقیقی هن. این صدای حقیقیه از نظر اونا، از منظر مصرف کنندگان این روانگردان، این مواد مخدر. ولی ما بیایم از این درک متعارف بیایم بیرون تا قضایا رو درست‌تر ببینیم. از منظر فلانی، اون درک متعارفی که مثلا ما از هوای پاک داریم، از منظر فلانی هوای پاک یه چیز دیگه است. ما برای اینکه به درک کلی‌تر و بهتری برسیم، از این درک متعارف بیایم بیرون. از منظر این ایرانی‌های برده رعیت صفت، رعیت زاده بی همه چیز، انقلاب چیست؟ من از دیروز دارم با یکی در توییتر بحث میکنم. اولش به اعتصابات داره اشاره میکنه. میگم اعتصابات، آقا اعتصابات حکومت نفتی یا اقتصاد نفتی ایران رو فلج نمیکنه تا حکومت رو تضعیف بکنه و ما بریم از حکومت گذار بکنیم یا به انقلاب برسیم. قبول میکنه. بعد میاد میگه فرم اعتراضات کنشی. میگم آقا اعتراض اگه اعتراضه کنش نیست، نفس اعتراض واکنشه. نفس اعتراض واکنشه. اینا درکشون از انقلاب چیه و انقلاب حقیقی چیه، در واقعیت این انقلاب چیه. ما یک مقایسه بذاریم بین درک متعارف، درک ایرانی از انقلاب و انقلاب واقعی. چی انقلابه؟ انقلاب چیه؟ بعد یه نمایشی راه میفته. یارو میگه فرم کنش اعتراضی، یا یارو میگه انقلاب، یا مثلا میگه حاکمیت رو به زیر میکشیم یا هر چیز دیگری. ولی شما وقتی میبینید در واقعیت مورد تحلیل و بررسی قرار میدی، این انقلاب نیست، این یک توهمه که در واقع واقعیش کردن برای مردمان این سرزمین. واقعیش دارن میکنن و ما بیایم یک مقایسه بذاریم بین این درک متعارف و چیزی که در واقعیت وجود داره. خیلی ممنون. ممنون از شما آقای احمدی. آقای سعید بفرمایید. عرض سلام دارم خدمت آقای تا ببخشید من مقدار شرایط مناسبی ندارم، بعدا حتما در بحث شرکت در میکنم. فقط خدمت. خواستم بهتون اطلاع بدم. عذر میخوام. ممنون. بفرمایید یاران. آقای ارشد فکر کنم ظاهرا صدای ما رو ندارم. آقای کیوان صدای ما رو داری شما؟ سلام آقای رحمانی. بله من صداتون رو دارم. شبتون بخیر، خسته هم نباشید.
سلام دارم خدمت شما آقای هیدری و تمام یاران. من حقیقت از من الستی دولت ایرانی یا ایرانیت میخوام شروع بکنم که ما چجوری محتاط یا آلوده این الستی شدیم و چجوری میتونیم از این الستی خارج بشیم، از این ماده مخدر دولت ایرانی یا ایرانیت. ببینید ما وقتی که از کودکی به دنیا میایم، وارد یک جامعه میشیم، پرت میشیم به این جامعه. از همون ابتدا، از اول زندگیمون تا انتهای زندگیمون ما در یک ماتریکسی قرار داده میشیم و یک روند زندگی برای ما مشخص میشه، این راهها، و ما نمیتونیم از این خارج بشیم به نوعی. از اول میتونیم ما رو میفرستن به مثلا بگیم مدرسه و سیستم آموزش و پرورش و یکی از بزرگترین پایه های دولت یا الستی ایرانیت رو تو همون آموزش پرورش به ذهن ما میدن و ما اونجا قبول میکنیم به نام علم و به نام آموزش و پرورش. از همون ابتدا تو آموزش پرورش ما یاد میگیریم فقط گوش بدیم و بگیم بله و اصلا نه رو یاد نمیگیریم و چرا و یا احیانا بگیم نه این اشتباس رو متاسفانه تو این سیستم اصلا یاد نمیگیریم و فقط گوش میدیم یا پامنبری میشیم و از همون ابتدا منبری های این دولت میشیم. در این روند ما وقتی که نگاه میکنیم از همه جا این دولت ایرانی به ما داره حمله میکنه، از رسانه ها، از ایادیش، از ادارات، از مؤسسات، از اپوزیسیون برساخته، از هر چرا که تو ببینی و خیال بکنی به عنوان یک مثلا جامعه نرمال، یک دولتی که احیانا توی همین زمانه هم نرمال باشه، اینا همه برساختن و خود صورتک های دولت هستن که اون چیزی رو که حاکمیت میخواد به ذهن ما متبادل میکنه. اما چون هیچ تصویری از گذشته نداریم متاسفانه، از پدرامون این تصویر به ما نرسیده، اونا هم تصویری ندارن و تصویر بسیار مغشوش و اشتباهی دارن. ما نمیدونیم که احیانا جور دیگه هم اجداد ما زیستند و زیستن هم میتوان کرد بدون این دولت یا این روند زندگی و این روندی که واسه ما مشخص شده. ما در این ماتریکس و این ماتریکس بسیار بزرگ گیر میخوریم و نمیتونیم بیرون بیایم و اینجاست که میبینیم تنها یک صدا و صدایی که میتونین ایماج یا این تصویر بدیل رو و این تصویر حقیقی رو که از گذشته ما، حالا با متدهایی که خودشون ما درست کردیم آقای هیدری و راههایی رو که برای پیدا کردن این تصویرها و از میتونیم از ناخودآگاه، از زندگی زیسته پدرها و اجداد ما این تصویر رو مثل موکش بیرون بکشیم، میبینیم بله این تصویر شاید زندگی هم جور دیگه هم میشه کرد و این گذشته ما نبوده و این یک ماتریکسی هست که داره ما رو به سمت نابودیت همیشگی و ابدی پیش میبره و تنها راهی هم که از این الستی خارج بشیم، این الستی رو از این جامعه، این مردم و این الستی ایرانیت رو، الستی ایرانیت و دولت ایرانی رو از ذهن مردم پاک بکنیم که دیگه که به منظر من خیلی راحت هم میشه پاک کرد. ما ابزار نداریم که تریبون بزرگی نداریم که بیایم تک به تک مردم، تک آحاد این جامعه رو متوجه بکنیم که این ایرانیت توهم است، این ایرانیت نه گذشته زیسته ما هست، نه پدران ما هست، بلکه این یک ماتریکس، یک دولت برساخته ای هست که ما رو داره به یک هدف که خودش مشخص کرده، اون هم نابودی مطلق ماست، پیش میبره. ولی بدونید در لحظه ای که دولت ایرانی نماند، در همون لحظه، همون روز، همون شاید به ما هم نکشه، توهم ایرانیت و الستی ایرانیت نابود میشه. یعنی شاید در طی 200 سال 120 سال این الستی ایرانیت درست شده، اما تو ذهن ما و پدرامون، اما در هر لحظه ای که این ایرانیت به خاطر
حالا مشکلاتی که خودش داره، باگ‌های بزرگی که الان و مشکلات و تحدی‌های بزرگی که الان تو منطقه و داخل خودش باش روبرو شده، در هر لحظه‌ای که این لستی ایرانیت نماند، ما چیزی به نام ایرانیت و توهم ایرانیت دیگه نداریم. 85 میلیون دیگه اون الستی رو ندارن که بخورن و حقیقت رو به عینه در خواهند یافت که این ایرانیت توهم است. اونی هم که خودشو تیکه پاره میکرد واسه ایرانی و از هر کسی ایرانی تر میدونست، همون لحظه این حقیقت رو قبول میکنه و واقعیت میشه، واقعیت موجود میشه و عینی و مادی درک خواهد کرد و دیگر ما چیزی به نام ایرانیت نخواهیم داشت اگر دولت ایرانی نماند. مرسی آقای عطا، ممنون. بله مرسی از شما. بفرمایید آقای هیدری. خب ظاهرا آقای ربوار هم نیستن. البته ممنون از یاران که سعی کردن در این بحث شرکت بکنن و ممنون هم از آقای مهرداد که در مورد LSD توضیحات بیشتری دادن. خب روند رویدادهای گذشته و اتفاقاتی که الان داره صورت میگیره ما رو با یک سری پرسش های جدید روبرو میکنه. چرا اونطوری نشد که ما فکر میکردیم میشود؟ این نکته مهمیه. ببینید ما خیلی تصور میکردیم که مفهومی به نام مردم یک مفهوم بزرگیه، خیلی مفهوم قدرتمندیه، خیلی مفهوم کارسازیه. آیا این مفهوم اختراع ما بود؟ این کارسازی بزرگیش از کجا نشأت می گرفت؟ چرا ما عادتاً فکر می کردیم هر کی در مقابل مردم قرار بگیره نابود میشه؟ این رو تاریخ به ما می گفت. کدام تاریخ به ما می گفت؟ چرا ما تصور می کردیم که اگر سیر میلیونی و هزارانی مردم رو در گس کردن خیابانها ببینیم چیزی به نام حاکمیت کلاپس میکنه و از بین میره؟ این تصور رو از کجا حاصل کرده بودیم؟ از اینی که تجمعاتی در کشورهای توسعه یافته خودشون میگن developed اروپایی میدیدیم که خیلی جمعیتی میاد تو خیابون، بعد مثلا کابینه دولت استعفا میکنه یا چند تا وزیر استعفا میکنه و میگفتیم این یعنی زور مردم. اما خب تمام سیستم هیچ اتفاقی براش نمیافتاد. طرف از این پست استعفا میداد میرفت یه پست دیگه، از رهبریت یه حزب میومد پایین میرفت یه جای دیگه. ما به چه چیز گفتیم انقلاب؟ خب حالا داریم میبینیم که توهمات تمام ایندیویدوال ها، فردهایی که در توهم مردمند و عملا به صورت فرد در اومدن، یک فرد پراکنده ایزوله منفعت طلب بی قدرتی که تمام بقای خودش رو در منوپلیت کردن، کلاه سر گذاشتن، عبور از دیگران اطراف خود کردن است می‌بیند. حالا این باید این ذهنش یه سری بیل بخوره، زیر رو بشه تا بفهمه این درکایی که داشت درست بود، غلط بود، در هپروت بود، در واقعیت بود. این شامل من و شما هم میشه. شما با آخذ کردوار سرباخو دارید بزرگ میشید.
یعنی دارید بالغ میشید، دارید قد میکشید، دارید حالا به اون جاهایی میرسید که با دستان خود بر پیشانی بزنید و بگید اک، یا به قول اروپایی ها به آها مومنت برسی. آها اینطوری نبود، اینطوریه. خب ما داریم با یک سری توهمات الان داریم تصفیه حساب میکنیم. توهم مفهومی به نام مردم به هر توده عظیم محصور موجودات شبیه انسانی یا انسان نما یا دارای فیزیک انسانی، چون انسان اینجا تعریف‌های مختلفی داره. خب دارای فیزیک از لحاظ بیولوژیکی انسانند. ما به اینها میگیم مردم. طبیعتاً منظور ما از مردم مفهوم اجتماعی سیاسی آحاد مردمان تشکیل دهنده یک قدرت جمعی نیست. منظورمون رعایای تحت امر و سرشماری ارباب صاحب قلمروه. اگر این دو تعریف رو از هم تفکیک کردیم وقت این گنگی مفهوم مردم به در میاد. مردمی که آخذ معرفی میکنه مردمانی است که از بی همه چیزی و هیچ و پوچی قصد به درآمدن دارند، قصد دارند که مردم به معنای رعیت تحت اختیار صاحب قلمرو نباشند، محکوم نباشند، فاقد قدرت نباشند، قصد قدرت میکنند. خب این تعریف با هم فرق داره. ما وقتی میگیم مردم، فلان زاغارت منظورش از مردم رعیت بودن خودش تحت اربابیت یک قلمروه. قطعا با اون مردمی که شما میگی فرق میکنن. خب شما تا این دقیقه که من دارم با شما صحبت میکنم مردم قصدمند در این قلمرو نمیبینی، نیست، نبوده است در طی تاریخ معاصر. اینطوری هم پیش بره و ما حضور نداشتیم، نه هیچ وقت به وجود نمی آمد. پس این بازی هایی که میکنند چیست؟ این بازی هایی که میکنند به خاطر این تاریخ سازی، شبیه سازی، ماکت سازی در دادن دلوژن و توهم مردم بودگی در حاکمیت سرنوشتی خود است. یعنی اگر امروز این ایرانی که شما دارید میبینید مردمانی دارد واپسمانده، مردمانی دارد با تمام رذائل برجسته شده و فربه شده انسانی، جامعه‌ای دارد از هم فرو پاشیده شده، جامعه‌ای دارد بی اخلاق در منتهای بی اخلاقی، از لحاظ اقتصادی جامعه‌ای بحران زده، تورم زده، ورشکست شده، خام فروش، خدمات فروشی است که به ته دیگ داره میخوره. خب این که شما دارید میگید این کارنامه این مردمه، کارنامه تلاش این مردمه، ولی این مردم هیچ کسی حاضر نیست زیر بار این کارنامه بره. تمام این مردم مجیزگو، دعاگو به جان شاه و دولت جمهوری اسلامی، تمام اینهایی که دارن حرف میزنن برید یقه کنید. اینا از عضویت در بنیاد مستضعفان گرفته تا بسیج محله و مسجد، تا ساواکی اختیاری، تا نوکر شاه بودن جزء کارنامه فامیلیشونه. خب این واقعیت هم تلخ، هم سخت، هم به شدت خیلی ها رو میترسونه. اینجاست که
مارکس میگه که دین قلب جهان بی قلب است. اینجاست که مارکس میگه رنج دین هم رنج واقعی، هم بازنمود رنج واقعی این جهان و هم اعتراض بر علیه آن است. اینا رو از فوئرباخ میگیره. البته ببینید چیزی که شما دارید میبینید و چیزی که برای شما قابل دیدن بود و قابل خوانش بود جراحی هایی است که نظام سلطه در قلمروهای مختلف کورپوریتی داره انجام میده. سزارین هایی است برای زایش تغییرات بنیادی دیگری که در جامعه ما هم به صورت تغییر چهره حاکمیت دولت ایرانی به نام مردم با انقلاب شبیه سازی شده آنلاینی میخواستن انجام بدن. اینجا برمیگرده به کسانی که نه قصد تغییر چهره‌های حاکمان را دارند، نه قصد تغییر تعاریف ایدئولوژیکی حکومت ها را دارند، بلکه قصد بازپسگیری تمامی تعلقات خود را دارند. یعنی در این فرصت زندگی که براشون پیش اومده، در این کره خاکی به عنوان انسانی که شرط جزء حقوق اولیه و بنیادین انسانیش حق حیاته، این حق حیات رو استیبلیتیش رو در دست داشته باشن. برای فهم این شما میتونید برگردید به همون کاری که این آقای لاک کرده. این آقای لاک وقتی میخواد در مورد حقوق طبیعی صحبت بکنه، به حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت که میرسه، مثلا استدلال میکنه هر انسانی که با حق حیات به دنیا میاد، برای اینکه بتونه از آشوب‌هایی که در مسیر گرسنه ماندن و تهدید زندگیش به دور باشه، بایستی تمهیداتی بکند که این بقا رو براش ممکن بکنه. ببینید شما وقتی در یه جایی به دنیا میایید، تمام عمرت رو فرمان برداری میکنی و دست آخر 1 متر تراکم وسط آسمان تهران رو نمیتوانی از آن خود بکنی، موجودی هستی که تمام عمر و زندگیت بقات در عدم قطعیت به سر برده، تو بحران بقا داشتی. اولین اتفاقی هم که برات میفته اینه که خودتو تکثیر نمی کنی. گو خیلی از مردمان سرزمین مایی که الان همسن و سال من و شما هستن دیگه خودشون رو تکثیر نکردن. خب اگه تا اینجا ما داریم همدل پیش میریم، یه اتفاق برامون میفته. آیا ما باید هممون بشینیم و منتظر باشیم که مردمان به خاطر اینکه ما ابزار قدرت رو به دست بگیریم با ما هم سوگند بشوند و بیایند در مقابل قدرتی که ما را مسخ و محصور و منقاد کرده است بایستند؟
در کجای تاریخ این اتفاق افتاده؟ در هیچ جای تاریخ این اتفاق نیفتاده. در هیچ جای تاریخ هیچ مردمی در کنار هم گرد نیامدند که یک انقلاب بزرگ بکنن که قدرت رو در دست خود بگیرن. هیچ جای دنیا. بلکه این مردم مورد استفاده کانونهای مختلف قدرت برای زورآزمایی‌ها، تحمیل‌های خود و یارکشی‌های مختلف قرار گرفتن. اگه ما تا اینجا اینو فهمیدیم، حالا یه اتفاق برامون میفته. ما خودمان هیچ قانون و قدرتی نیستیم. ما اتفاقا همون مردمان بی همه چیز شده، هیچ و پوچ شده هستیم که قصد داریم نباشیم و قصد داریم تمامیت سروریت و مالکیت و خود رو به دست بیاریم. اما قانون و قدرت به اون معنایی که ابزار و قدرت رو در دست داشته باشیم نیستیم. نه به یک ساختار قدرتمند منسجم دارای شبکه پیچیده‌ای مثل دین وصلیم، نه به سرچشمه‌های نامرئی علم لدنی و معجزه خداوندی وصلیم، نه به کانونهای مختلف قدرت‌های بزرگ مالی نظامی وصلیم. پس چه کار کنیم؟ بیایم مثل سیاست‌های انتخاباتی حزبی لیلی به لالای یک مردمی که نمیشناسیم، نه متعین هستن و فقط رأی دادنشون به صورت مثبت به ما برامون مهمه، لیلی به لالاشون بذاریم، یک شیوه های پوپولیستی رو مد نظر بگیریم تا با این شیوه های پوپولیستی مورد حمایت واقع بشیم. چه کار بایستی بکنیم که این گونه بشه؟ خب این نکته بسیار مهمیه. آیا ما فقط باید در وادی نظر و گفتگو بمانیم؟ آیا ما بایستی پا در میدان عمل بذاریم؟ نمیدونم کی فیلم Irrational Man رو دیده، مرد بی منطق. کی فیلم مرد بی منطق رو دیده؟ نه هیچ کدوم از شما ندید. هم بازیگری که تو فیلم جوکر بازی میکنه تو اون فیلم هم بازی میکنه در نقش یک پروفسور یک کالجی که زندگیش به بنبست‌های خاص خودش از منظر فلسفه وجودی رسیده، تا اینکه در یک کافه‌ای داره حرفای یک زنی رو میشنوه که داره در مورد حضانت کودکانش که هر لحظه قرار از دست بده توسط یک قاضی بی انصاف سوء استفاده از قدرت کنه آمریکایی که این زنه آرزو میکنه این قاضی قبل از روز دادگاه سرطان بگیره. و همونجا اون پروفسوره به خودش میگه که خانم، آرزوی شما بسیار آرزوی غلطی است، چون با آرزو امورات دنیا حل نمیشه بلکه باید براش عمل کرد. و لذا اون پروفسوره تصمیم میگیره که این قاضیه رو بکشه برای این زنه، حالا که اون زنه آرزو داره که این قاضیه بمیره تا زندگیش خوب بشه، وگرنه زنده بودن اون قاضیه یعنی نابودی زندگی این. و از اونجایی که این زنه اون اراده عمل کردن رو نداره، او سعی میکنه که عمل بکنه تا این زن بتواند بقا داشته باشد و بعد میره که قاضیه رو مسموم میکنه و قاضیه رو میکشه. یا مثلا در داستان‌های قدیمی ما نقل میگن کسی به خانواده کسی تجاوز کرده بود، یکی بهش گفت آقا تو نمیخوای حق تو از این متجاوز بگیری؟ گفت من حقمو حواله کردم به خدا. بعد یه روز دید طرف رو پشت بوم ایستاده، زمستانم بود، از این روستاهای پشت بام بر سر پشت بام داشت نظاره میکرد، اینم رفت کنارش وایساد و یه شونه بهش زد، انداختش با این طرف، گردنش شکست و مرد.
این رسید به اون گفت دیدی خدا حق منو گرفت؟ گفت آره خدا گرفت، ولی یه شونه هم میخواست بدی، اون شونه رو بایستی میدادی تا خدا حق تو بگیره. باری این نکاتی رو که من تا اینجا گفتم امیدوارم یه تکونهایی تو ذهنتون ایجاد کرده باشه تا بعد وارد استیج دیگری از داستان بشیم. بفرمایید آقای تا. بله بسیار ممنون آقای حیدری. یاران بفرمایید اگر بحثی است در مورد سخنانی که تا الان آقای حیدری فرمودن، نظراتی از بفرمایید. من خیلی عذر میخوام، من پاسخ یک کامنت رو بدم که نمیدونم طرف هستش یا نه. خب نیست. متوهم اونیه که شهروند یک کشور درپیتی جهان سومیه، تو اون کشور درپیتی جهان سومی یک قوم طرد شده وحشی زبانی تاریخیه که نه دینش و نه مذهبش مشروعیت داره، نه زبانش و نه قومیتش. یک جهان سومی که در کشور جهان سومی هم جهان سومیه، یک طرد شده کولبر شده بی وجودی که شب و روز دارن بهش تجاوز میکنن، کلامی، قانونی، ساختاری، دیوان سالاری، بین المللی دارن بهش تجاوز میکنن. بعد این یابو علفی فکر میکنه یه پخی هم هست در این دنیا. متوهم تویی که هنوز اسلحه رو برنداشتی که به پیشانیت شلیک کنی. من نمیدونم کثافتی مثل تو برای چی میخواد زندگی کنه که چه چیزی، چه شکوهی رو انتقال بدی به نسل آینده. کدام نسل رو برای آینده میخوای بسازی؟ یه مورد تجاوز واقع شده دیگه مثل خودت؟ خب مثلی که نماند. بر صورت آیا من بهتون میگم اینا تو توهمن اینه. بله بفرمایید یاران اگر حرفی است. آقای ارشد شما مایک ندارین متاسفانه. من خیلی عذر میخوام آقای طاها. بذار من این چیزی رو بهتون میگم. یکی از این روزها در یکی از این کلاب ها بودم که ایرانی های متوهم پامنگلی نشسته بودن، داشتن در مورد رهبری و انواع و اقسام رهبری حرف میزدن، من جمله رهبری خدمتگزار. مشت از این ایرانی های هندی تبار نامتعلق کوچانده شده به سرزمین ما. بعد تمام اینها این لاتائلاتی را که کپی پیست کرده بودن از این بروشورهای مختلف مدیریتی رهبریتی آورده بودن، بعد به این بحران رسیدن که بابا یکی باید خودش رهبر بوده باشه، بعد پیروانی هم داشته باشه. متوجه شدید؟ تازه پته همه اینها رو شد که اینها از سر کوچشون به اونور کسی نمیشناستشون، 2 نفرم تره برای اینها خورد نمیکنه. نفر دومم که وارد میشه حسادت‌ها، بغض‌ها و کینه‌ها بر علیه همدیگر فربه میشه، همونطوری که یه خانم فمینیست با 4 تا زن فمینیست دیگری سر یه آقایی به اسم نمیدونم کی دعواشون بود سر تخت خواب. 4 تا زن فمینیست داشتن بر علیه هم بر سر یک موجود نر توی تخت خواب دعوا میکردن. خب تازه اینو فهمیدن که کسی که رهبر است آردی رهبر هست و پیروان هم دارد و به این میگن رهبر. تازه این شما رو بیاد این میاره که در اون کلاپی که اون خادمه بود و کسان دیگری بود و من رفتم در اون سه حضور پیدا کردم و وقتی گفتم شما همه با هم میگید همه با هم و شما فکر میکنید تضادها رو پاک کردید و فردا میایید در قانون اساسی ایران مینویسید همه آحاد مردم ایران در مقابل قانون برابرند فارغ از
جنسیت، دین، زبان، چه میدونم فلان بیسان، اینا تماما تعینات واقعی منه که این تضادها رو درست میکنه. تو چطور فکر میکنی با یک ماده قانون اساسی از لحاظ انتزاعی این رو پاک میکنی؟ من همین حالا در همین کلاپ 80 نفری شما یه وزن 50 نفری پیرو دارم بهتون میگم که بر اساس همین وزنی که اینجا نشونتون دادم و هست، من در هیچ بازی سیاسی شما شرکت نمی کنم. هر بازی سیاسی هم بخواید بکنید بر همش میزنم. شما تحمل همین وزن رو اینجا ندارید. بعد این حرفای مفته صدمنی قاز الکی ما بسته شدیم و هم بسته شدیم رو از کجا آوردید؟ توجه میفرمایید؟ اینا یک نفرشون یک نفر پیرو ندارن. تمام این ایرانی های گشاد دهان یک نفر پیرو ندارن. به خودشون هم میگن متخصص و رهبران. شما با این فضا روبروید. ادامه بده. آقای تا هستید؟ من عرض سلام دوباره دارم آقای هیدری خدمت شما یاران. پیروی صحبت های شما آقای هیدری، این توهم ایرانیت اصلا یک کاری با این مردمان کرده واقعا. اصلا بعد از اینکه من خودم در آخیز به صورت یه مقدار تخصصی تر میخواستم اینها رو بشنوم یا یک سری به این فضای نمیدونم روشنفکری بگم یا این آکادمیکی یا این رسانه‌ای، بعد از اینکه سری به اینا زدیم اصلا واقعا این توهم رو نمیشه، یعنی خیلی سخته شکستن این توهمی که اینها دارن. نه من میخوام اینو راحت واضح کنم. ببین بله. مهرداد به شما گفت LSD کاری که میکنه اینه، توهمی که بهت میده جای جهان واقعی رو میگیره. شما حتی مثلا بدن خودت برات مثل کارتون میشه، فکر می‌کنیم با بدن مال من نیست. یعنی که دنیای LSD برات تو میشه دنیای واقعی میشه دنیای توهم. اوکی؟ همین رو در نظر داشته باش. من بهت گفتم جزء حقوق اولیه هر انسانی حق حیات، بقا. اوکی؟ شما 50 سال تو این مملکتی، رو این کره خاکی، رو این کره زمین، 1 متر خاک برای زندگی و بقای خودت نداری. این توهم یا واقعیت؟ همین رو پاسخ بده. این توهم یا مگه تو حق بقا نداری؟ تو نباید حیات بکنی؟ چطوری تو 1 متر زمین در این کره زمین به این پهناوری نداری که از آن خودت باشه؟ چطوری این خداوندی که این زمین رو برای تو درست کرده 1 متر زمین رو به تو اختصاص نداده که مال تو باشه؟ دقیقاً آقای هیدری پیرو فرمایشات شما من داشتم گوش میدادم، یعنی بارها اینو شنیدم از کسانی که دم از این ایرانیت میزنن و این توهم ایرانی بدجوری گریبانگیر اینا شده، چون راهی ندارن، چیز دیگه ای ندارن از خودشون ارائه بدن و خودشون رو یه جورایی باختن به این توهم ایرانیت. صحبت از این میکردن که مثلا خط قرمز اینا تجزیه است. این مردم در طول تاریخ نشون داده که جایی که تمامیت ارضی این کشور در خطر باشه با هم دیگه چی میشن؟ متحد میشن و میجنگن، مثلا این آقا این جنگی دروغ در میگه عراق مثل را. بله. آقا این دروغ میگه مثل سگ. اینا فقط توی تاریخی رو ثابت کردن. اونم یه مشت دهاتی رو بردن تو جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق، یه مشت بچه دهقان دهاتی تازه شیعه زده شده رو بردن در این میدانهای جنگ. 2 سال اول دادن کشت. سال 4 دیگه اینا نمیرفتن جبهه. به همین خاطر از سال 4 اینا شروع کردن به سربازگیری. دروغ میگن مثل سگ. ولی آیه هدی همونجا برای من سوال شد که چجوریه شما توی مملکت خودت، به قول خودت این ایران، این چارچوب جغرافیایی که تعیین شده، این نیشن استیتی که هست تو ایرانی نام داره الان، تو حتی 1 متر جا نداری برای خودت اونجا به تجاوز بشه، نمیدونم بچه‌تو بگیرن بکشن، زندانی کنن، اعدام کنن، به
خون، به خودت، به خانمت، به زنت، به بچت، به مادرت تجاوز بشه، هیچ کاری نمیتونی بکنی. شما هیچ کاری نمیتونی اینجا بکنی. توی این چارچوب جغرافیایی با قوانینی که تعریف شده، شما هیچ چی میگن، هیچ اصلا چیزی نداری اینجا. یعنی شما هیچ مالکیت اینجا نداری، نه بر جانت نه بر مالت، هیچی. بعد چجوری تو مثلا این توهم به ذهنت میزنه که احیانا با مردمان این سرزمین تو میتونی بر علیه تهدید نمیدونم ارضی ایران متحد بشی؟ کجا تو متحد میشی؟ این توهم از کجا داری در میاری؟ این توهم از کی گرفتی؟ چجوری تو اینجوری فکر میکنی که احیانا اگر دولت ملتی نبود که این ملت ایرانی از این چارچوب یک رعیت هایی میساخت و یا یک روایت همشکلی درست میکرد با این مؤسساتی که به اینجا سوار کرد، تو چجوری مثلا تو سوسنگرد رو چجوری بلد بودی؟ اصلا تو چی می‌دونستی سوسنگرد کجاست؟ تو اونجا برای خودت، برای کسب و کار دست میبرن، میگیرن، زندانی میکنن، میکشن، خبر نداری از پسر عمود، نمیتونی کاری بکنی. تو اونقدر مثلا چجوری این توهم ایرانی تو رو میگیره که بیای سمت نمیدونم سومار و نفشر بجنگی؟ کی تو رو به خط کرده، تو رو آورده اینجا؟ خیلی چیزای هایی داریم، خب موارد این خیلی مشابه خوبه، زیاد دیدیم. این خیلی بله. خوبه آقای سعید. خب این داره به تو میگه که اینها نه نیروهای جدی هن، نه انسانهای واقعی هن. اینها هیچی نیستن. اینها فقط میتونن مزدوران حاکمیتی باشن. زمانی هر کسی قدرت مالی داشته باشه میتونه اینها رو مستخدم کنه، استخدام کنه، وگرنه هیچی نیستن. حالا برمیگردیم به اون وادی که گفتیم، یعنی اینکه ماها بایستی چه کار بکنیم. ادامه بدید. البته یاران اگر صحبت میکنید لطفا من بگید، چون من میبینم کسی مایک نمیزنه یا مایک باز نمیکنه، فقط خاطر همینه که به دوستان من مایکم باز اطمینان آقای میدم. سعید. بله بفرمایید آقای مار، شما اگه بخواید صحبت کنید شما بفرمایید که خیلی بحث عالی. بازتر فقط بشه. صحبت هم تموم شد، ازتون خواهش میکنم که خود شما لطف بکنی یا یکی دیگه از یاران مدیراتور مایک من رو ببنده، چون من موقعیتم خیلی نامناسب است. اول باید ایران بازان تجزیه طلب پرتاب کن بیان به شما اثبات بکنن که اگر این خراب شده ایران روزی تجزیه میشد و میافتاد زیر سلطه صدام یا هر دشمن دیگه خارجی، وضعیت من به هر لحاظ بدتر از امروز میشد. اول اینا باید این رو اثبات بکنن. یعنی اگر اون قسمت شمالی که اسمش آذربایجانه، این قسمت غربی که اسمش کردستانه، اونجا میافتاد زیر دست کسان دیگه و این ور میافتاد زیر دست صدام و یا هر کس دیگه ای، وضعیت من بدتر از این میشد که امروز هست، چه در دوران استبداد گذشته چه در الان. اول باید این رو اثبات بکنن، بعد بیان سنگ این یک پارچه بودگی ایران رو و تمامیت ارضی رو به سینه بزنن. اول باید مشخص بشه آقای سلیمی، این ایرانیت برای من چه آورده است بجز عامل تفرقه، بجز تجاوز پذیری. چون که تاریخی که جلوی من قرار داده تاریخی است پر از خفت، پر از چوب خوردگی، پر از مفعولیت و خاری و مذلت. چیزی برای من نداشته. کجا در این تاریخ من سرور بودم؟ کدوم شکوه رو برای من آورده؟ کجا من اختیار خودم رو داشتم؟ هیچ جا. و تلاش برای تداوم این عبودیت هست که باعث میشه که انسان قصدمند به زاویه رونده بشه. امروز تمام کارمندهاشون، تمام جناحاشون با تمام انرژی و سرمایه‌ای که در اختیار دارن دست به دست هم دادن برای حفظ موجودیت این ایرانیت، این ایرانی بودگی. وقتی هم که ازشون میخوای ایرانی بودگی رو برای تعریف بکنن، مثل الاغ تا خرخره توی گل گیر میکنن، هیچ تعریفی ندارن.
شما رو مراجعه میدن به یک سری متون یهود نوشته که تمام نگارنده های این تاریخ جعلی همشون خودشون 100 تا 120 سال قبل زندگی میکردن. کسانی که اومدن برای شما از 2500 سال قبل تا امروز رو تبیین کردن. خب این مسئله اینه شما بیا اگر مقایسه بکنی اینها رو با همین شپشوهای اورئی آخوندی که در رأس قدرت قرار دارن امروز و مدیران این کورپوریشن هستن، شما متوجه میشی که این ایران بازان، این آریایی بازان مدعی اولین زن تاریخ ایرانی بوده، اولین دریانورد ایرانی و اولین حقوق بشر ایرانی نوشته، اینها سخیفتر، جنایتکارتر و فاسدتر از خود همین آخوندها هستن. جنگ اینها فقط جنگ بر سر اینه که کی بخواد بیاد بشه پیمانکار توی اون کمپانی. فقط تنها جنگی که وجود داره اینه، وگرنه ایرانی بودگی و ایرانیت هیچ وقت نمیتونه برای یک انسان اون آزادی که شأن سزاوارش هست رو بیاره، اون شکوه رو بهش برگردونه. تمام تلاش‌ها در جهت باز تولید و باز تعریف و تداوم این سیستم هستش. خب و شما امروز توی همین کلاب هاوس دقت بکنید، روم های مختلفی رو که میزنن، کارشناسان یک شبه‌ای که دعوت میکنن و همگی یک دفعه میبینی طرف پری روز اکانت زده، امروز 40,000 فالوور داره. تمام اینها تلاششون و تمرکزشون بر روی این واژه ایرانیت هست. تا شما نیایی از این ایرانی بودگی عبور نکنی، از این واژه جعلی برساخته دوران متأخر که روی هم رفته 100 سال عمرش نیست عبور نکنی، این رو تشریح نکنی، شما نمیتونی هیچ روایت جدیدی رو ارائه بدی. چون که کلن باز برمیگردم به تاپیک، به مثابه این ایرانی بودگی، به مثابه همین الستی در یک جهان پرزرق و برق قشنگ با عطرهای خوب، با تصاویر رنگی، حتی ممکنه تصاویری رو به شما نشون بده، رنگ‌هایی رو به شما نشون بده که در جهان واقعی اصلا همچین رنگ‌هایی وجود ندارن. خب اما شما وقتی که پات میرسه رو زمین واقعی یه دفعه متوجه میشی که همه چی توهم بوده، طرف حاضر نیست از اون توهم بیاد بیرون. برای همین آخذ تمام اینها رو در کانتکست دشمن یا نیار طبقه بندی میکنه. خب هیچ کدوم از اینها روی زمین واقعی نمیتونن هیچ ابراز موجودیتی بکنن، چون هیچ چیزی در جامعه ندارن، نه در حوزه تئوری، نه در حوزه نظری و نه در حوزه عمل. در حوزه تئوری که مشخص اینها چه هستند، تاریخ اینها مشخص چیه، ساعتها ما اون رو تبیین نظری کردیم، اما در حوزه عمل تمام اینها از شازده قرازه منتظر السلطنه بگیر تا آقای خاخامنهی اورئی، تمام اینها آماده به تجاوزن. نه فقط خودشون، خانوادهشون، عزیزانشون، کس و کارشون، هیچ پوخی نیستن، چون هیچ ارزش انسانی در وجودشون نیست، هیچ کرامتی، هیچ شکوهی درشون نیست، هیچ تعریفی. تو باور من به تاریخی هستن که اون تاریخ لبریز از فساده، لبریز از ابژگیه، از چوب خوردگیه. خب نمایندگان این تاریخ امروز میخوان چطور جلوی من وایسن؟ اگر من امروز سانسور میشم، به حاشیه رونده میشم، صدام خفه میشه توسط تمام نوکران این سیستم، دلیلش اینه که اینها ابزارها رو در اختیارشون گذاشتن. شما ببین طرف، مثال میذارم، نازنین زاغری، این کی بود، کجا بود، چی کاره بود، از کجا اومد؟ یه دفعه تمام رسانه ها، ایران اینترنشنال، بی بی سی، فلان اینو دعوت میکنن. اما هیچ کسی نمیاد مثلا بگه که احیانا آخذی وجود داره، چون چه خوب چه بد نباید کسی اصلا کلمه آخذ به گوشش بخوره، چون از خودش میپرسه این چی، اینا کیان، چی میگن، چیکار میکنن. تمام اینها الحاقی هستن و نظام سلطه این رو میدونه که یک روایت مردم ساز، یک روایت انسان قصدمند ساز با ملحق شدن 5% از جمعیت هر سرزمینی به اون میتونه مابقی رو مثل رمه بندازه دنبال خودش. مابقی کیان؟ همینن که شما میبینید دیگه، طرف داره کلیه‌ش رو میفروشه، تو زباله دنبال غذا میگرده، ولی حاضر نیست که در راه احقاق حقوق انسانی خودش که ازش سلب شده جونش رو بده.
من گند زدم به اون جون تو اصلا مایکم رو میبندم، لطفا مایک من رو ببندید، من روی دو چرخه هستم. بله مرسی آقای بهزاد. تلاشی که ما امشب میکنیم در این دیبیتی که داریم انجام میدیم زدودن جهان توهمی است که درش غلطانده شدیم. ببینید من دوباره برمیگردم به همون حقوق طبیعی حق حیات. شما اگر خیلی نه با نگاه مسلح و با یک مشاهده مختصر میفهمید که یک جمعیت چشمگیری از آدمهای این سرزمین در تکاپوی بقا هستند، در تکاپوی بقا هستند و با بقای خود به شدت مشکل دارند. خب ببینید شما صورت جهان امروز رو هم باید بشناسید. ببینید اگه یه زمانی یک کسی فکر میکرد یک دولتی یه قدرتی داره که این دولت نباشه، این قدرت متصور نیست. مثل چه؟ مثل نیروهای مسلح. خب این ایرانیت رو با چه چیز حفظ میکنی؟ شما امروز از این دولت زادگان دولت ایرانی خیلی این کلمه رو میشنوید که میگن ما قدرت بازدارندگی داریم، یعنی 4 تا موشک ساختیم، 2 تا پهباد داریم. این داستان پهباد و درون و اینها بماند ها. این یه نمایش جهانی یک ایالات متحده آمریکا به نام درون به راه انداخت، بعد خیلی از کشورها درش افتادن مثل روسیه و ترکیه و ایران و چین و درونی که از بالا تعقیبت میکنه، کوچه به کوچه تعقیبت میکنه، خیابون به خیابون تعقیبت میکنه، میاد رو سرت بی صدا نارنجک میندازه تو جیبت، از این حرفای مفت. اینها نمایش هایی بود که پنتاگون و CIA سر جریان عراق و سر جریان افغانستان به راه انداختن و اون گندهایی که زدن این هم از اون جریان هست. نکته که دیگه حائز اهمیته نکته میسیونر هاست. ببینید شما در جهان انترپرایز ها زندگی میکنید، در جهان نئولیبرالیسم دارید زندگی میکنید، در جهان کمپانی های بزرگ خصوصی و ارتش های خصوصی، دستگاه های امنیتی خصوصی و جنگجویان خصوصی دارید زندگی میکنید. ببینید الان میگن مثلا فلان بریتانیایی در اوکراین کشته شد. بولشت. شما هیچ انگلیسی را ندارید که داوطلبانه برای احقاق حقوق مردمی از بریتانیا پا شده باشه بره اوکراین کشته بشه. اینا میسیونرن، میسیونرهای نظامی هن. مثل کمپانی های 4700-800 تا کمپانی که در عراق جریان اشغال عراق رو بر عهده گرفتن، از سیب زمینی پاک کردن تا لباس های زیر سربازان رو شستن تا سیکیوریتی و تا چکاندن ماشه. این کمپانی های خصوصی بودن که اومده بودن و در عراق بودند و هستند. یا اونهایی که تحت نام کارشناسان جنگی به سوریه میفرستادن یا کارشناسان ایرانی. ببینید شما الان مثلا با پدیده مثل داعش روبرو هستید. پدیده مثل داعش رو میگیرن یه مشت ریشوی جهادی رو یه بار میندازن تو افغانستان، یه بار میندازن تو اسپانیا، یه بار میندازن تو چه میدونم ترکیه، یه بار میندازن تو فلان جا. این به راحتی قابل مبالغه کردن هست. این کمپانی ها هم الان به خوبی شما وبسایت هاشون رو میبینید، هم به روسی هم به انگلیسی. شما یه سابقه نظامی داشته باشی به راحتی به استخدام اینها در میایی. هیچ مشکل پرچم و دولت و اینها هم نداری. کشته شدی رفت پی کارش. مستخدم بودی، قرارداد داشتی، شغلت این بوده بکشی، رفتی کشته شدی. نه پرچمی میخواد و نه پافنگی میخواد و نه گوله در کردنی میخواد و نه مارش ملی میخواد و نه پاتریوتیک بودن میخواد، چی نمیخواد. شما سرچشمه مالی داشته باش، هر مستخدمی رو تو دنیا مثل سامورایی های سابق استخدام کن که برات بجنگن، مثل مزدوران دوران مدیچی اروپا. یه عده کارشون این بود که فقط چیز بودن، سرباز جنگجو بودن، جایی رو برای کسی کنترکتی فتح میکردن، بهش یه مبلغی میدادی و برای تو میجنگید. همین.
این امروز شکل و شیوه کورپوریشن ها بیشتر کورپوریتی میشه و از اون حالت در میاد. خب ما از توهم مردم عبور کردیم، از توهم انقلاب در خیابان حضور پیدا کردن دست خالی اینها عبور کردیم، از توهم اینی که یک مردمانی یک آگاهی را به عنوان رهبر انتخاب میکنن عبور کردیم، بلکه رهبر با رهبریتی که میکند فتح میکند سرزمین را با یارانش، فتح میکند. حتی تو اگه به تاریخ برگردی، به تاریخ نمونه افسانه‌ای برگردی، حالا تاریخ واقعی هم نباشه، قبول کنی که تاریخ افسانه‌ای هم باشه، شما فتح مکه رو توسط پیغمبر اسلام با ملائک نمی کنی. خداوند بر قلوب مشرکین چه میدونم رأفت نمیفرسته که ایمان بیارن، بلکه این سپاه محمد که اینها رو محاصره میکنه و وادار به تسلیم میکنه. این حضور محمد در مدینه است، از اختلافی که مدینه‌ای ها با همدیگر دارن، با قریشی ها دارن، با یهودی ها دارن و در بین این تضادها محمد نیرو درست میکنه و بر همه اینها فائق میاد. آخذ کردوار سر به خود داره این رو به شما میگه، شما اولین جمع قصدمند جهانید در عصر معاصر، در هزاره سوم. نیست هیچ مدلی در جهان به اندازه شما نیست و این بزرگترین قدرتیه که تا حالا یک جمعیت به نام یک مردم از خود نشان داده است. شما اولین جمعیت واقعی قصدمند هستید. این بزرگترین قدرتیه که دارید. قدرت دوم، شما باید از وادی دعا کردن و ورد و جادو خواندن به وادی عمل کردن، شون زدن وارد بشید. نکته سوم، مردمان به شما ملحق میشوند، همدل میشوند وقتی شما درست برای خودتون حرکت کنید، چون شما خود مردمید اما قصدمند، متعین شده، باید عمل بکنید و تمام رسالت زندگی شما اینه، وگرنه زندگی شما یه زندگی پوچ سخیف انسان واپسین نیچه‌ای خواهد بود، زندگی در نازمان ها، وگرنه به اون بحران‌های یک پس از دیگری بر میخورید. باید عمل بکنید. از این که فکر میکنید که تا حالا تصور میکردید انقلاب رو بایستی یک توده عظیم میلیونی بکند، اون هم با پیاده روی در خیابان، اشتباه کردید. توهمه. اینی که حاکمیتی مردم رو ابزار بکنه و تو بخوای ابزار رو از دست حاکمیت به در بیاری، این درسته و این کاریه که ما کردیم. ما در قسمت قومی اتنیکی به دولت ایرانی و انقلاب شبیه سازی شدهش ثابت کردیم. ادامه بده تا فتح تهران میریم، چون میرفت که اشنویه، مهاباد، جوانرود، سنندج تبدیل به اپیدمی بشود و دولت ایرانی مثل سگ ترسید. دولت ایرانی شکست خورد. ببینید شما نه از منظر کسی که میگه انقلاب خودجوش به راه افتاده حالا حاکمیت داره سرکوب میکنه شکست خوردیم. این نظریه که حاکمیت داده بود به ذهن شما. اتفاقا حاکمیت شکست خورد و ما شکستش دادیم، چون حاکمیت قصد داشت مدل تغییر چهرش رو تحت نام کیوس و انقلاب مردمی و اینها پیش ببره. ما وادارش کردیم پروژه رو یه جایی استاپ کنه، 4 تا اعدام نمایشی هم پشتش بکنه، خودشم بیاد از اون پسر جوان خوشتیپ رهنمود، رهنورد که آدم میبینه و حسرت میخوره به جوانی و زیبایی این جوانی که فرصت زندگی نداشت. اون چرا میخواد شما رو اینقدر ناراحت کنه؟ چرا میخواد اینقدر انزجار از خودش در وجود شما درست بکنه؟ چرا؟ همچین فیلمی رو میگه که چه کار کردی؟ میگه وصیت کردم کجا خاکم کنن.
میگه که بلند میگه گفتی قرآن نخونن، میگه آره گفتم شادی بکنن نخونن. خب چرا این ویدیو رو میزنه در همچین شرایطی؟ اونم یک جوان خوشبر و روی خوش هیکل، فرصت زندگی نداشته. خب به خاطر اینکه حاکمیت میداند نتوانست آحاد این مردم رو بکشه تو خیابان، باشون نمایش انقلاب مثل 57 بده، نتونست این کار رو بکنه. وانگهی داشت در منطقه قومی اتنیکی داستان از دستش خارج میشد و میرفت که جوانرود و سنندج و مهاباد و اشنویه تبدیل به اپیدمی شود، لذا فوراً جمعش کرد. حالا میخواد بگه که نه، انقلاب خودجوش بود، دشمن سوء استفاده کرد، ما سرکوب کردیم. سوالی اینه که تو چرا روز اول از همین سر ظرفیت سرکوب استفاده نکردی؟ پدر سوخته. مگه تو همونی نبودی که تو خیابون 4-5 هزار نفرم بکشی، به کسی پاسخ پس نمیدی؟ و تو همونی نیستی که تابستان 67 رو درست کردی؟ و تو همونی نیستی که تو زاهدان 400 نفر رو به گوله بستی سر نماز، کسی هم بهت نگفت بالا چشت ابروه؟ چرا این اعدام ها رو روز اول نکردی؟ چرا نکردی؟ به خاطر اینکه اون موقع داشتی نمایش میدادی که انقلاب داره اتفاق میفته. چرا حالا داری میکنی که دیگه هم تظاهرات نمیشه؟ به خاطر که خودت فتیله تظاهرات رو پایین کشیدی، هسته های اولیه رو دیگه بیرون نفرستادی، اومدی 4 تا انقلاب اعدام نمایشی پشتش رو انجام بدی که این انقلاب بود ها، من جمعش کردم. نه، تو میخواستی انقلاب کنی، ما تو رو جمع کردیم. جمهوری اسلامی متوجهی؟ ما میدونیم کی رو جمع کرده. ما تو، امثال تو و تمام فاحشگان سلیبریتی رسانه ایت و سوشیال میدیاییت رو جمع کردی. تو نمیتونی تو زرزمین ما نمایش انقلاب بدی. نمایش انقلاب بدی تبدیل به انقلاب واقعیش میکنی. این اولین شکست بزرگی بود که به نظام سلطه و نوکر ایرانیش وارد کردیم. حالا دارم به شما میگم که واقعی ترین قدرت جهان و قدرت مردمی شما هستید. از این زارت و زورتهای حکامان نترسید، محصول تصویرها نشید. قدرتهای نظامی اینها ببرهای پوشالی توخالی هستند. ما اگر 5000 نفر نیروی مسلح درست بکنیم، تهران رو هم فتح میکنیم، چون اینها هیچ کدام از ادوات جنگیشون به درد جنگ 5000 نفر نمیخوره. نه خودروهای زرهیشون، نه پهپادهاشون، نه موشکهای دوربردشون. اینها فقط به درد جنگ‌های 2 تا کشوری میخوره، اونم با ارتش‌های متعارف. وگرنه به جنگ مردمی با یک حاکمیت اشغالگر نمیخوره، به هیچ دردی نمیخوره. گول تصویر پهباد و رسانه و نمیدونم تصاویر ماهواره اینها رو هم نخورید. اینا همش راه در رو داره، هیچی نیستن. این ابزارهاشون خودشون هم میدونن ابزارهاشون هیچی نیستن. نکته دیگه که حائز اهمیته، عمل کردن و پا در میدان گذاشتن. نکته بسیار مهمی. یک انقلابی یا آدم دوگم نیست. یک آخیزی هدف بزرگ در برپا کردن تمدن کردان و احیای سرزمین کردان دارد، اما از تمامی امکانات موجود، از تمامی یارگیری ها، شرکت دادن در قدرت، قیام کردن بر علیه، شرکت کردن در هر کودتا، بر علیه هر جریانی در منطقه را به رسمیت میشناسد، به دیگران هم فرصت خودنمایی میدهد تا پای شما از وادی نظر به زمین سفت برسد. امیدوارم که حرفای من رو واضح دریافت کرده باشید. شما موجودات دوگمی نیستید که یک مسیر خطی را برید. شما دارید در یک بازی بسیار پیچیده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حضور پیدا می کنید. باید بسیار موجود سیاس،
زیرک، با شهامت و قدرت طلبی باشید که تمام زوایا و امور را ببینید و از تمام امکانات و ظرفیت‌ها استفاده بکنید برای ورود به وادی قدرت و الحاق ما بقیه مردم به این وادی. تا اینجا ما بزرگترین ضربه را به دولت ایرانی زدیم و دولت ایرانی هم میداند با کی طرف است و دولت ایرانی میداند قافله را به ما باخته و دولت ایرانی میداند عمق قدرت ما تا کجا رفته و عمق نفوذ ما تا کجا هست. من فیدبک های این نفوذ ها رو از چهره های مختلف جغرافی های مختلف منطقه به نام ایران، ترکیه، سوریه و عراق دریافت میکنم. همین رو که من از دیگران دریافت میکنم نهادهای امنیتی و جاسوسی هم دریافت میکنن. این هم مسئولیت شما رو بزرگتر میکنه. هم دولت ایرانی میداند آخیز کردوار سربخو یک جمع خیالی آرمانی نیست، به تنهایی یک متن نیست، بلکه پای در وادی واقعیت، عرض واقع، سیاست واقع و قدرت دارد و از تمامی اهرم ها هم استفاده میکنه. هر کسی بخواهد با آخذ در هر مسیری قدم بردارد، در نهایت امر در آخذ حل می شود، به خاطر که آخذ جهان بینی دارد، متن دارد، نگاه دارد، پیمانه سنجشی دارد و اون ندارد. من سعی کردم حرفام رو مختصر بکنم و کنه کلام رو گفته باشم. بله آقای حیدری، تشکر. مثل همیشه کاملا مبسوط، واضح و گیرا صحبتاتون رو ارائه کردید. اگر دوستان صحبتی دارن مایک بزنن، وگرنه من در تکمله و ادامه صحبت‌های آقای حیدری خیلی کوتاه چند تا کامنت اضافه بکنم. بسیار خوب. آقای حیدری فرمودن که آخذ به تنها یک متن نیست. بله، کاملا درسته. آخذ به مثابه انسان قصدمندساز، به مثابه رادیکال ترین و منسجم ترین مانیفستی که میتونه شکوه و قدرت سلب شده از انسان معاصر توسط نظام سلطه و کورپوریشن های رنگارنگش رو خودش رو به عرصه حضور رسونده. آقای حیدری فرمودند که تنها شنونده بودن کافی نیست، تنها خود رو آخذی نامیدن کافی نیست، باید پا در عرصه عمل هم گذاشت. این عرصه عمل چه شکلیه؟ ببینید دوستان، شما اگر در گذشته، حالا میگم در گذشته چون که خود من واقعا در گذشته زیاد فیلم میدیدم، اما چند سال اخیر اصلا علاقه‌ای به دیدن فیلم ندارم. هیچ فیلمی نمیتونم الاساس بشینم و فیلم نگاه بکنم. در هر صورت یک فیلم هایی میدیدم که در اون فیلم یک غول 7 سر وحشتناک قوی که وقتی که اون شخص غول کش، وقتی که اون اسطوره یا اون قهرمان فیلم بر غول فائق می آمد و غول میخواست نابود بشه، یک دفعه شما میدیدید که یک دودی ظاهر میشد و از میان دود غول تبدیل به یک عجوزه ضعیف، نحیف، زشت، کریه، کج و کوله میشد. دولت و یا به عبارتی ایرانیت
چیزی نیست جز اون غول 7 سر که تاریخ نویسان، باستان شناسان، کارمندان و مباشرین به مزد نظام سلطه اون رو برای ما به تصویر کشیدن و در صدد مرعوب کردن و متوهم کردن ما توهمی به مثابه همون مصرف LSD در برابر ما قرار دادن، غافل از این که در عرصه عمل و در ماهیت وجودی اگر ما دچار اشتباه شناختی نباشیم متوجه میشیم که چیزی نیست این ایرانیت جز یک توهمی که در پس این پیرزن به ما یک غول 7 سر شکست ناپذیر جاودان رو به تصویر کشیده. هیچ جاودانگی در این ایرانیت نیست، چون در عرصه تضاد متنی وجود داره به اسم آخذی که برای ما جهان اراده و اختیار رو در برابر جهان انقیاد و بردگی و خفت ایرانیت و ایرانی بودگی قرار داده. و امروز در این عصری که ما زندگی میکنیم و حضور داریم، شاید واقعا خوششانس هستیم که نابغه ترین و زیرکترین رهبر سیاسی رو داریم که با فداکاری و پشتکار عرصه رو بر تمام این کارمندان به تنگ آورده و ما بیشمار هستیم یاران. قدرت ما نه صرفاً در جمعیت ما و نفوس ما، در ایمان ما هستش، در باور ما هستش، در این که ما به عرصه حضور رسیدیم تا بساط رو بر انقیاد و سلطه بر بچینیم. مایکم رو میبندم. اگر کسی صحبتی داره میتونه مایک بزنه، وگرنه آقای دانا روی استیج حضور پیدا کردن. آقای تاها شما روم رو مدیریت بکنید فعلا. بله متشکرم از شما. بفرمایید آقای سعید، شما مایک زدید، اگر صحبتی هست بفرمایید. من که هستم آقای تاها. من شما یک مقدار با تاخیر چیز کردید، گفتم شاید از گوشی دور باشید. آقای دانا تازه تشریف آوردن. آقای دانا اگر صحبت کنند ما برمیگردیم خودمون در راستای صحبت‌های هیدری حرف بزنیم. بفرمایید آقای دانا. تایبەت بۆ هەموو گەلی کورد لە ڕۆژی والاتاییمدا داوا لە کەناڵەکەتانەکەم بە ناو 250 کەسی ئاوایەکەمانەوە کە 150 مەعوەخن تێگەی دایکەکەم مێش و لەش چی دیگه با تیم ایم مستوی اسخای نه میکنم ایشون دوستان اصلا ببخشید. متوجه نشده بود که کجا حضور داشتن. بابا احتمالاً اسخای جزو میکنم. همون LSD در جهان LSD بود ایشون هم. نه ببینید آقای نه صحبتی فکر نکردم ایشون. اجازه بده آقای سعید. ببینید ما آدمای خشکی نیستیم که خیلی محیط رو سرد و خشک و سخت بگیریم. من در دیبیت هام سعی کردم که یک پکیج خوبی از چه میدونم محصولات فرهنگی، خاطرات، داستانها، نقل و قولها رو ارائه بدم که هم برای شنونده جذابتر باشه، هم بتونه مطلبی رو که میخوام بهش انتقال بده. اینکه یه جوونی دلش میخواد شوخی بکنه، لودگی بکنه، ما ایرادی نمیبینیم اینجا آدم خوش استعدادی داشته باشیم، توان طنز و شوخی کردن هم داشته باشه، هیچ ایرادی نمیبینیم، اتفاقا خیلی هم استقبال میکنیم. اما خوبه که طرف رو متوجه بکنی که استعدادش رو داره ضایع میکنه، این استعداد رو نداره، این توانایی رو نداره، وگرنه هنر میخواد که شما بیایید یک ساعت مفرحی رو برای ما ایجاد بکنید، ما حداقل بتونیم بخندیم، چه میدونم ذهنمون
آرامشی بگیره، لبخندی بر لبامون بنشینه و از ذوق و سلیقه شما استفاده بکنیم. ببینید از بس آدم‌های چیپ و کم مقدار در این فضاها حضور پیدا کردن که این نوع آزار دیگران رو دادن با انتر کردن خود، مثل فیودور پاولویچی که پدر زوسیما بهش گفت که آدمی که یاد میگیره که به دیگران دروغ بگه به خودش هم دروغ میگه، آدمی که به دیگران احترام نذاره به خودش هم احترام نمیذاره و بعد اجازه میده هر تحقیری ازش بکنند. این آدم‌های تحقیر شده هستن و تمام قدرتشون هم اینه که مثلا زنگ در خونهشون رو بزنن، در برن، بیان اینجا یه مشت اراجیف بگن که هیچ ربطی به قضیه نداره، که این ساعتی از زندگی له شدهش رو مثلا خوش گذرانده باشد. وگرنه هیچ ایرادی نداره آقا، تشریف بیارید و از اون سلایق خوب فکاهیتون هم استفاده بکنید، ما هم ازش لذت میبریم. اینه که این جور آقایان بدانند که در این وادی استعدادی ندارن متاسفانه. خب من تقریبا حرفام رو امشب هم به صورت ناقص ارائه دادم. خیلی هم عذر میخوام از حضورتون. گفتم که یه مدتیه که من با این بیماری‌های موسمی اروپا دست به یقه هستم و تکلم رو برام سخت کرده و هم سردرد شدید و هم ریزش بینی و خیلی چیزهای دیگه. از من صداتون صحبت مشخصه جناب حیدری، تا الان هم حضور داشتید، واقعا تشکر میکنیم. دستتون در نکنه، خسته نباشید. کاملا از صداتون مشخصه که وضعیت سلامتیتون مناسب نیستش. شما اگر خواستید میتونید تشریف ببرید و ما هم اگر صحبتی باشه ادامه میدیم یا اینکه یواش یواش روم رو میبندیم. بفرمایید. ممنون، مرسی آقای مارش. این کلاپی که ما داشتیم من سعی کردم بسیار عوامانه مسائل بسیار مهمی رو مطرح بکنم، حداقل به اهمیت خود پی ببریم. به همون خط اول آخذنامه برمیگردم که حتما آدمی با درک واقعیت موقعیت خیش طغیان خواهد کرد. این درک واقعیت موقعیت خیش کردن کلید حقیقی تغییرات بزرگ در جهان است و ما سعی میکنیم همین رو در حلقه اولیه یاران تا حلقه های بعدی پیش ببریم و این رو نهادینه‌تر، واقعی‌تر، مادی‌تر و جدی‌تر بکنیم. نکته دوم این که ما پروژه دولت ایرانی را تا این مسیر شکست دادیم. یادتون نره، فراموش نکنید که بازنده میدان نظام سلطه سگ‌های زنجیری و فاحشگان دولت ایرانی بودند که حالا میخوان با شیوه های دیگری یه مقدار فضا رو وقت بخرن که با نحو دیگری و شیوه دیگری داستان رو ادامه بدن. اما تا حالا بهتون تبریک میگم که دولت ایرانی هم میداند، اربابش هم میداند که شما بانیان شکست آنها بودید. ولی مطمئنا نه، تشکر از شما دوباره. ممنون از وقتی که گذاشتید مثل همیشه. واقعیت همین. آیه شما که صحبت می‌کردید از یه مسئله رو مطرح کردید اینجا که ما من عذر نباید میخوام جناب آقای سعید، این نکته آخرم بگم از خدمت مرخصی. آقای بیل سوال کردن با چه کسی میخواید چه میدونم یکی بشید. حقیقتش آقای بیل، ما پیشنهاداتی در راستای همکاری با
سازمان سیاه ایالات متحده آمریکا دریافت کردیم و قصدم داریم که با سازمان سیاه همکاری بکنیم در نابودی شما انشاءالله. امیدوارم که خبر خوشایندی بوده باشه برای شما. مرسی آقای سعید. بله ممنون آقای ایدری، تشکر از شما. این سوالاتی که میگن دیگه هیچی به ذهنشون نمیرسه، احیانا خیلی فسفور سوزوندنشون با این سوالی که مطرح کردن. آقای ایدری، من خواستم به این مسئله فقط اشاره کنم که شما صحبت کردین در فرمایشتون که ما احیانا یه زمانی که دیبیت های شما رو گوش میکردیم واقعا چون درک درست حسابی از فضا نداشتیم، همین گونه فکر میکردیم که آره حتما باید یک گفتمانی وجود داشته باشه و این گفتمان مردمانی این رو دنبال کنن تا به یک وزن اجتماعی عظیمی برسه و توانایی حرکت دادن این مردم رو در راستای مشخصی مثلا این متن یا این رهبریت داشته باشه. اون موقع مثلا من شخصا از شما میشنیدم خیلی موقع میگفتید که ما در مقابل مردم بی‌منتیم، یا اینکه چجوری بگم یک سری دیبیت ها رو داشتید که من به شخصه فکر میکردم که مگه میشه یعنی تا شما یک چجوری بگم یک جمعیتی رو نداشته باشید همراه با متن یا همراه با این ایده یا با اهداف مشخص، چجوری میشه در مقابل حاکمیت ایستاد؟ بس همون توهمی که این ایرانیت در ذهن ما کرده بود. ما فکر میکردیم الان یک جمعیت 85 میلیونی ایرانی وجود داره و اگر کسی بخواد با این روایت ایرانی یا با این کوآپریشن ایرانی به جنگه باید با این 85 میلیون طرف بشه. این چیزی بود که من خودم شخصا فکر میکردم و یک جاهایی مثلا برام سوالی شد که چرا آقای حیدری نمیخواد یا اینکه این گونه من از صحبتاشون برداشت میکردم که نمیخواد جمعی رو مثلا این آخذ یا آخذیان بیشتر بشن، یا اینکه چجوریه چرا آقای حیدری اینجوری فکر میکنن. یه جورایی فکر میکردم که امکان پذیر نیست که هیچ مردمی نباشه و خلاصه مردم قسمندی حداقل این بخش اتنیکی به این متن رو نیاره و امکان مقابله با حاکمیت وجود داشته باشه. این تصور من یا این توهم من از همون چیزی که برامون برساخته بودن میومد که واقعا من فکر میکردم که باید تو با 85 میلیون آدم طرف بشی که اینا 85 میلیون ایرانی هن و خیلی سخته اگه بخوای همچین کاری رو بکنی، یعنی همچین جمعیتی رو از دل این 85 میلیون در بیاری که بخواد بر علیه خودش ازش استفاده کنی. تا اینکه من همونجوری که خدمتتون گفتم قبلا عرض کردم وقتی من میخواستم ببینم 85 میلیون آیا واقعا ایرانی هن؟ ما ایرانی ندیدیم. ایرانی یک سری تصاویرن. یعنی اگر بخوای شما بگی آقا این کوآپریشن ایرانی با 80-90 میلیون جمعیت کیان، شما چیزی نمیبینی جز یک عده کسانی که تصویر دارن، روایت دارن، یک عده کسانی که پروموت میشن توی رسانه ها میارن اینا رو، خلاصه یا یک پوزیشنی از این حاکمیت چارچوب دولت این کوآپریشن ایرانی یه پوزیشنی برای خودشون به دست آوردن. ما میبینیم الان مثلا شما اگر بخواید همین چی میگن این روایت انقلابی رو که نظام سلطه میخواست بر این ایران و مردم ایران تحمیل کنه، ما چهره‌ای از مردم ندیدیم. الان من شروع بگم تنها تصاویری که میبینید یک سری تصاویری هست که یک جمعیت چند نفره نمیدونم با روسری در آوردن یا یک سری شعارهایی که از پیش ساخته شده، اینا رو در رسانه ها میبینی. بعد یک سری چهره های خاص نمیدونم ترانه علی دوستی امروز دستگیر شد و فردا آزاد میشه و نمیدونم علی کریمی فلانجا پست گذاشت و فلانی با از این اعدام ها چجوری میگم از حاکمیت انتقاد کرد و هدیه تهرانی و در کل میگم یعنی ایرانی همینا بودن واقعا. یعنی من تصور ما اشتباه بود. این وهمی که این نظام سلطه و این میدیاها برای ما ساخته بودن، ما فکر میکردیم که این 85 میلیون واقعا ایرانی هست. یعنی یک منافع ملی هست بین اسم این ایران که اینها در مقابل این یا حول این ایرانیت با هم متحدن، ولی ما ندیدیم. یعنی تو این 85 میلیون شاید بگم کمتر از 3-4 هزار نفر چهره را شما شاید بشناسید که اینا
این ایرانیت رو دارن تصویر میکنن، براش میجنگن شب و روز، براش برای حفظ این ایرانیت که نه، برای اون پوزیشنی که دارن از این ایرانیت به دست آوردن در تلاشن. چیزی دیگه این نبود. به همین خاطر من میگم یعنی چی میگن، قدم به قدم با این افکار شما بیشتر آشنا شدم که آره واقعا یعنی امکان این وجود نداره که بخوای تو ببینید با یک متن. بله آقای سعید، من عذر میخوام قبل از اینکه واقعا از خدمتتون مرخص بشم، این آقای بیلدو رو که من نمیدونم کی هستند رو، از اونجایی که میتونه سوالش سوال مهمی باشه برای شما هم پاسخ بدم. ببینید آقای بیلدو، ما یک جهانبینی کردی داریم، ما یک متن آخذ کردان داریم، بعد این با این تئوری، با این ایده پای در زمین هم داریم و با شرایطی که میدونیم هست، با واقعیاتی که باش روبرو هستیم، با موانعی که سر راهمون قرار میگیره، با فتنه هایی که دشمن میکنه، با اهرم هایی که ایجاد میکنه، چه از ضعف‌های داخلی شما، چه از مردم و چه ابزارهای قدرتی که در دست داره، اولین کاری که میکنه اینه که سعی میکنه شما تبدیل به نیروی مادی نشی، یعنی که پات رو هیچ جای رو زمین نذاری. اولین کاری که شما بایستی بکنی، از وادی نظر که به عمل ورود میکنی، همزمان نظر و عمل رو با هم پیش میبری، باید سازماندهی ها، نفوذ های خود و کارهای خود رو بکنی. مثال دارم خدمتتون میزنم. ببینید آخذ کردوار سربخو قائل است به تمدن کردی است کناره دریای مدیترانه تا دریای عمان. اما این واقعیت رو در نظر داره که در این گستره جغرافیایی چندین دولت ملت یا قلمرو سیاسی دولت ملتی تعریف کردن که مثلا فلان دمشقی یا حلبی خود را سوری می‌داند. این پدیده نوظهور حرامزاده، یا خود را ایرانی می‌داند یا خود را ترک می‌داند و ترکیه‌ای می‌داند یا خود را عراقی می‌داند و از این منظر هم منتفع شده از سازوکارهای بوروکراتیک، از بازار، از انحصار پول و از ریخت جدیدی که به این قلمروها دادن اون منتفع شده. جافی میگه هر شهر ماسوای و تاره، یعنی میگه که مستوای هر شهر با یک تار یا یک ابزار موسیقایی به رقص در میاد. هر شهری با یک ابزار موسیقایی دیگری به رقص در میاد. یعنی اون گونه که شما با یک سلیمانیه‌ای صحبت میکنی، با یک سنندجی صحبت نمی کنی، همون گونه که با یک تهرانی صحبت می کنی با یک استانبولی صحبت نمی کنی، همون گونه که با یک تهرانی سیاست می کنی با یک استانبولی نمی کنی. این یعنی شما در وادی سیاست انسان چیر دست رجل سیاسی هستی که هر زمین جنگی را تشخیص می دهی. ببینید اولویت هایی که الان یک سلیمانیه‌ای، یک حولیری داره با اولویت هایی که یک سنندجی، مهابادی، کرمانشاهی، همدانی داره بسیار فرق میکنه. تو باید اینها رو مد نظر داشته باشی. ببینید من واضح خدمتتون بگم، ما یارانی در سرزمین کردوار اشغالی توسط کورپوریشن عراقی داریم که ادعا میکنن میتوانند یک منطقه جغرافیایی به گستری یک استان رو آزاد بکنن از زیر یوغ و حکومت اقلیم کردستان. اما مشکل اداره کردن رو دارن. چرا؟ چون قسمت اعظمی از مردمان این سرزمین حقوق بگیرند. ببینید دولت عراق پارسال یا پیرار سال در بودجه دولتیش 50 میلیارد دلار حقوق کارمندان دولت عراق رو میده. آیا این سابقه نداره در هیچ جای دنیا؟ 50 میلیارد دلار تو فقط حقوق بدی. خب این
مشکل باعث میشه که تو به بغداد برگردی، به اون کسایی که سرچشمه‌های تأمین بودجه رو به دست دارن، فروش نفت رو در دست دارن، به نام گروه‌های سرساخته شده مافیایی در اجماع فسادی که تشکیل دولت عراقی را میدهند. همونایی که الان دارن عراق رو تاراج میکنن در این اجماع فساد. شما وقتی اینجا میخوای وارد بازی قدرت بشی، بایستی تمام این المانها رو در نظر بگیری و بدانی چگونه بازی میکنی و بدانی همزمان کارت مردم، نیروی انقلابی، کردیت رو چگونه وارد این بازی میکنی که ضربه نهایی، ضربه اولیه رو بسیار کارا وارد میکنی. منظور من این بود آقای بیر و خیلی جزئیات دیگری که در پابلیک گفتنشون کار صحیحی نیست و درستی نیست. امیدوارم که دریافت کرده باشینی که اون نگاهی رو که شما فکر بکنید، شما با یک تازه کارهای جوان سال چه میدونم یوتوپیایی در وادی تخیل نگاه کنه، چه میدونم سوشیال میدیای روبرو هستید، به زرس قاطع اینطوری نیست. دشمن اینطور هر طوری میخواد تصور بکنه تصور بکنه، اما ما از کوچکترین فرصت ها برای تبدیل نیروی مادی و بزرگتر کردن نیروی مادی استفاده میکنیم و این کار رو هم آموزش میدیم. به همین خاطر اینا رو گفتم که یاران مد نظر داشته باشن، از این کم فعالیتی در بیان. فعالیتشون خوبه اما نه در حد و اندازه‌ای که هستند. ما خیلی مواقع خیلی پیشتر از یاران حرکت میکنیم. اینه که این نگاه رو به یاران میده که ما سیاستمداران و رجلانی رو داریم پرورده میکنیم و پرورش میدیم که بتوانند در سطح جهانی با این غول‌ها و کفتارهای جهانی دست به یقه بشن. حوزه آگاهی ما از اتفاقاتی که در منطقه داره میفته حوزه بسیار گسترده‌ایه و دشمن از زوایای مختلف ورود کرده. من از میسیونرها برای شما گفتم، مثال آوردم از جنگجویان حرفه‌ای بدون مرز جهانی که از بین نرفتن، هستند تحت نام کمپانی‌های خصوصی در دنیای نئولیبرالی. الان طرف کمپانی در شانگهای ثبت نام میکنه برای صلح جهانی، برای جنگ، مثلا اون کنترکت میبنده برای فلان کشور بره در آفریقا براشون ارتش درست بکنه، تجهیزات میفرسته، اسلحه میفرسته، کار هیچ دولتی هم نیست، مهر هیچ دولتی هم روش نیست، کار استخباراتی میکنه، آدم میکشه، سرش زیر آب میکنه، جنگ به راه میاندازه. همین امکانات موجوده و در سرزمین ما دارن همین کار رو، پکاکا مستقیما داره این کار رو میکنه، پارتی و یکیتی دارن این کار رو میکنن. کمل و دموکرات در حد و قوارش نیستن وگرنه آوردن این کار رو باشون بکنن. دیدن بسیار نیروهای نامنسجم، ناکارآمد و فاسدی به درد این کار نمیخورن. اینه که ما به جریان اشراف کامل رو داریم و میدونیم با چه مسائل روبروست. ما به صورت به طرف تغییرات جدی خواهیم رفت. ببین دولت ایرانی خوب میداند که آخذ کردوار و سربخو آینده این سرزمینه. اینو خوب میدونی، اینا شعار نیست که من دارم در موردش صحبت کنم، تبلیغ میکنم برای یاران خودم. نه، ما عملا گام‌هایی رو برداشتیم و گام‌هایی رو داریم برمیداریم و کارهایی رو داریم صورت میدیم که دولت ایرانی به آشکار میداند. من فقط یک کلید دستتون بدم، زدن گلوی دولت ایرانی، عراقی، سوری و اربابان بزرگشون در عراق، قلب تپندشون عراق. ما بسیار قدرتمندیم در عراق، بسیار قدرتمندیم، خفشون میکنیم. تا حالا با همچین نیروی روبرو نشده.
آقای بیل، اما در مورد کردان و یا به قول، البته کردان رو من اشتباه به کار بردم، شما منظورتون کردبازها هستن. ببینید آقای بیل، من بارها این رو اشاره کردم، ما هیچ کس رو در سرزمین خود بری نمی کنیم از موجودیت انسانیش. ما با خائن برخورد میکنیم، اول دفعه هم سنگا رو باش وا میکنیم، بعد حکمش رو صادر میکنیم. ولی هر کسی در این سرزمین که به دنیا آمده است، در این فرهنگ بزرگ شده است، حق حیات، آزادی، اختیار، مالکیت خود را دارد و حق کرامت دارد. در حوزه زندگی شخصیش، اقتصادیش، هر گونه رفتار میکنه بکنه، اما در حوزه خیر عمومی و حوزه بود و نبودی کردان نمیتونه هر رفتاری بکنه، نمیتونه. و ما دروازه ها رو به روی هیچ کسی نبستیم، با همه اتمام و حجت کردیم. ما همکاری نمی کنیم با کسی. هر کسی به ما خودش رو منتسب بکنه قدرتمند می شود. ما از کسی قدرتی نمیگیریم. من روز اولم گفتم، همین حالا میگم، من نیروهای بسیاری رو میشناسم که فکر میکنن شخصیت‌هایی هستن، تأثیراتی در دور و بر خودشون، اطرافیانشون دارن و با همین مقدار مثلا فکر میکنن میخوان تغییر ایجاد بکنن. وقتی پیشتر که میرن با موانع بزرگی روبرو میشن. اولا ایده ندارن، جنگ ایده نمیتونن بکنن، در سطح بزرگتر نمیتونن خودشون رو نشون بدن، در سطح منطقه‌ای و جهانی نمیتونن خودشون رو نشون بدن. تازه میفهمن چه باگ‌های بزرگی دارن. اونجاست که میان خودشون رو به تو منتسب میکنن. بالاخره اونم وزنی داره و طبیعتا وقتی که خودشو به تو منتسب میکنه یک وزنی هم داره. فرق میکنه با کسی که هیچ وزنی نداره. اینها مد نظر گرفته شده و هرچه پیشتر هم که میریم شما دارید میبینید که فاز برخوردهای آخذ فرق میکنه. ببینید حالا انقلاب دست نامرئی شبیه سازی شده آنلاینی که با شکست دولت ایرانی اتفاق افتاد، دولت ایرانی خواست این گونه القا بکند. توجه بکنید، من این رو 3 بار گفتم تا حالا هیچ کدوم از یاران دنباله داستان رو نمیگیره. نمیدونم چرا، یا نمیفهمه یا من بد دارم توضیح میدم. دولت ایرانی درکی که میخواست بده اینه: یک اعتراضات به هم پیوسته از یک حاکمیت 43 ساله سرکوبگری در پس یکی پس از دیگری اعتراضات از اسلام شهر گرفته تا کوی دانشگاه تهران تا 88 تا 96 تا 98 ما را به فراز 1401 انقلاب معترضان زن زندگی آزادی رساند. ما گفتیم زهی خیال با تو دروغ داری میگی، همش کار خودت بود. اوکی؟ او میگه که این انقلاب خودجوش بی سر بی رهبریت با تداخل دشمن خارجی تریبون خارجی ما جمعش کردیم. حالا ملت انقلابی باید سرخورده بشن که ما چرا نتونستیم این حاکمیت آدم کش اعدام کنه سرکوبگری که وای از بین نمیره چون سرکوب میکنه شکست خوردیم. حاکمیت هم بگه دیدی جمعتون کردم، هر دوتاش دروغه. حاکمیت تو شکست خوردی، تو اومدی نمایش انقلاب بدی مثل سال 57 یه مشت آدم رو بیاری تو خیابون با قره کمر و بوسه لب و یه 500-600 نفری هم کشته بگیری بعد بگی انقلاب شد. ما اینو شکستش دادیم. ما از اشنویه تا مهاباد تا سنندج و جوانرود باعث شدیم که این شهرها تبدیل به اپیدمی بشود، تو نابود بشی و تبدیل به انقلاب واقعی بشه. تو فوراً فتیله رو پایین کشیدی، ترسیدی. بعد از این که دیگه نمایش‌های خیابونی به راه نینداختی شروع کردی به 4-5 تا اعدام کذایی نمایشی.
که ببینید دیدید نه خب تا اول دفعه اگه میخواستی مردم رو بترسونی با اعدام، روز اول این اتفاقات تو قبرستان خانم مهسا امینی 4 نفر رو میگرفتی اعدام میکردی تا ببینم کی جرأت داشت حرف بزنه. همون روزی که زنا روسری در آوردن مثل اول انقلاب تیغ میکشیدی تو صورت 2 تا زن، هیچ کسی جرئت نمیکرد روسری سومو برداره. ها تو چرا هیچ کدوم از این کارا رو نکردی؟ بعد دیگه هم تظاهرات نشد، بعد از اینکه دیگه هم تظاهرات نشد که دیگه خودت کسایی رو نفرستادی بیرون، اومدی اعدام کردی. اینجا ما دولت ایرانی را شکست دادیم با اربابش و متوهمین درک دولت ایرانی و و نوکران دولت ایرانی که در بوق کرنا کرده بودن، ما تا اینجا شکستشون دادیم. این هم شد حکایت اون داستان فیلم ایرانیه‌ای که گفت قیصر بود چی بود، گفت که البته ما گفتیم زدیم، شما به همه بگو زدیم. دولت ایرانی میخواد بگه زدیم ولی خوب میدونه که ما زدیم دولت ایرانی را. همین. ولی ممنون دوباره از توضیحات مبسوطتون آقای حیدری. واقعیت همین بود، یعنی ما همون اول این پلن رو خوندیم، فهمیدیم، از همون شعار اینا رو گرفتیم، از اون جاهایی که دولت ایرانی در مقابل هر گونه کوچکترین، یعنی زیرو تولرانس بود در مقابل هر گونه مسئله‌ای که روبروی حاکمیت باشه. ما اینا رو گرفتیم و گفتیم اون اسید پاشات الان کجان؟ اونایی که اسید میپاشیدن الان دقیقاً کجا هستن؟ چرا این کلبای حسین الان بیرون نمیان؟ اینا واکنش‌هایی بود که ما به دولت ایرانی نشان میدادیم یا دولت ایرانی رو مجبور میکردیم که یک جورایی فاز رو عوض کنه. ولی خب خیلی این رو نمیگرفتن، یعنی این واقعا تو این توهم مونده بودن که آره یه انقلابی در راهه و اتفاقاتی داره میفته. همون آیه هیدری من دوباره الان به خاطر آوردم که همون قضیه مثلا یک مدت 40 شروع شده بود، 7 فلانی، 40 فلانی، و میتونستن یه عده نیرو، یه عده مردم رو یا تودی رو به قبرستان یا به مزار اون شخص یا مراسمی که برای اون شخصی که تو این مدت حالا جانش رو از دست داد بکشن و از این یک تصویر سازی بکنن در راستای این که بگن آره دیگه بالاخره اینجوری شده و یک عده بیرون اومدن و یک کشته هایی گرفته حاکمیت و این مردم دیگه نمیشینن. ولی خب سوال دوباره پیش می اومد که اینایی که مثلا برای همون 40 ژینا ما میبینیم جمعیت سقزی که اونجا میرفت با اون جمعیت عظیمی که از مردم در اون قبرستان حاضر شده بود، حتی کتک هم میخوردن در راه برگشت. ولی خب مثلا توی این قضیه اعدام ها دیگه ما شاهد همچین چیزی نبودیم. این مشخصه، یعنی ذهن تحلیلگر داشته باشی و از خود سوال بپرسی و مسائلی را که در جامعه مربوط به تو، جامعه‌ای که تو هم بخشی از اونی مطرح کنی، به این نتیجه میرسی که اینو یه کسی داره انجام میده. یعنی او یه جاهایی میخواد یک جمعیتی بیرون بیاد و یه جاهایی نمیخواد. جالب اینجا بود که همونجا شما چرا ممنوع نکردی؟ مثلا ما بارها شنیدیم که مثلا فلان کس مرده، حالا یا اعدام شده یا سر یک مسئله سیاسی زندانی سیاسی بوده یا چیزی، تجمع رو ممنوع کردن. بارها بوده که حتی اجازه مراسم ختم گرفتن ندادن به علت‌هایی که خودشون مثلا میگفتن علت‌های امنیتی. ولی خب این 40 ها رو ما میدیدیم یکی پس از دیگری داشت همینجوری ادامه پیدا میکرد و این رسانه‌ها بولد میکردن، تصوری از اونجا مخابره میکردن. ولی بعد از اینکه این تظاهرات و این خیابان ها یه جورایی تغییر کرد، روند تغییر کرد و حاکمیت دیگه نمیخواست اون هسته اولیه رو وارد خیابان کنه و اعدام ها رو شروع کرد، دیگه ما شاهد همچین جمعیتی نبودیم. الان هیچ جمعیتی، هیچ خیابانی مثل تقریبا 1-2 ماه پیش نیست. هیچ مردمی بیرون نمیان، چون اونجا فهمید که آقا نمیشه نمایش انقلاب کرد با کشاندن توده به خیابان. نمیشه، چون از دستش در میره. ما دیدیم که مثلا توی اشنویه و مهاباد و سنندج و جوانرود از دستش خارج میشد، چون اگر این اپیدمی به شهرهای دیگه هم میرفت مطمئنا دیگه قابل کنترل نبود و دولت ایرانی نمیتونست به قول معروف از این این آتیشی که خودش روشن کرده بود جان سالم به در ببره. با خاطر همین فاز رو عوض کرد قشنگ. من چیزی که مثلا توی ذهنم بود این مدت یارم خیلی شهرها رو اصلا ما نشنیدیم. جالب اینجاست اینایی که صحبت میکنن و خلاصه از این انقلاب حرف میزدن و هم میگفتن این انقلابی در راه، مثلا
من نمیدونم حالا چقدر از یاران مثلا شهری مثل بروجرد رو اصلا شنیدن که یک تجمعی صورت بگیره. من این مثال میزنم مثلا بروجرد، یا مثلا چجوری بگم مثلا کنگاور کرمانشاه یا کودشت یا چی میگن هرسین، یا اصلا همینجوری برین دیگه، همین با این راستا برین کدوم تصاویر از کدوم شهر اصلا مخابره شد که یه تصویری بیاد بیرون از همچین شهرهایی. اینا همونجوری که آقای عدیش با قبلا فرمایش کردن، اینا میخواستن با همین بخش اتنیکی یه جورایی یک انقلابی رو به این مردم تحمیل کنن که بگن انقلاب اینجوری و خلاصه در رسانه و 4 تا سلبریتی و 4 تا از این تحلیلگرای سیاسی در رسانه ها بگن انقلابی شکل گرفت و مردم هم که دیگه هیچی دیگه اصلا احتیاج نداره مردم بیاد، یه چند تا شهر اومدن بیرون و تبدیل شده به حاصل شده این انقلابی که انقلاب زنانه نامیدن. ولی خیلی از این شهرها باور کنید من حتی یک تصویر هم ندیدم در این رسانه ها. شهرهایی که مثلا چجوری بگم مثلا مثل کجا رو بگم، مثلا شهرزای اصفهان، شما هیچی ندیدی از اینجا. از همون بروجردی که گفتم، درود، نمیدونم ازنا، علی گودرز، هزار تا شهر دیگه که من میتونم نام ببرم الان من مطمئنم که هیچ تصویری هیچ کدوم از این رسانه ها این مدتی که میگفتن مردم تو خیاب بودن از هیچ کدوم از این شهرها اصلا هیچ تصویری نبود. تنها چیزایی که بود همون مهاباد بود که اینا فهمیدن که واقعا نمیشه اینجا نمیشه نمایش انقلاب کرد، نمیشه این ریسکو کرد، یعنی خیلی ریسکش برای حاکمیت بالا بود که بخواد به این شیوهی که خودش می‌خواست یا اون نظام سلطه براش در نظر گرفته بود که انقلابی به شکل توده‌ای شکل بده، امکان پذیر نیست. و این اپیدمی داشت میرفت، یعنی مطمئنا اگر ادامه میداشت بعد از 3 ماه خود فکر کنم روز 94 چیزی که من دیدم توی یکی از رسانه‌ها صحبت می‌کردن 94 روز شما اگر یک هفته یا تقریبا دو هفته یک هفته وضعیت کل مثلا این کوآپریشن شبیه مهاباد یا جوان رود بود، مطمئنا اتفاقی که اینا میخواستن این برنامه‌ای که پیاده کنن به مشکل میخورد و این دولت ایرانی دچار کلاپس شدیدی میشد اینجا. بخاطر همین الان فاز رو عوض کردن، الانی که دیگه قصدی ندارن یعنی مردمی رو به خیابان بکشونن و خودشون دارن پلن رو یه جوری دیگه عوض میکنن و از یک حکومت قانونی میگن و خلاصه میخوان با این اعدام ها یه جورایی خودشون مشروعیت رو از خودشون بگیرن. این وسط هم مردم هیچ کار است، هیچ مردمی قرار نیست وارد بازی بشه. مردم همون تنها نقشی که برای این مردم در نظر گرفتن اینه که در آخر اینا یک پلنی که دادن اینا بیان این انتر به قول معروف بیاید پای صندوق رای یک رای بندازی و بگن شما مشارکت کردید خودتون انتخاب کردید. ما سال‌هاست اینجوری گول خوردیم، سال‌هاست با همین تصاویر گرفته شدیم. من قبلا هم اشاره کردم که در راستای صحبت‌های هیدری ما فکر می‌کردیم که آره واقعا اگر یه ایده بیاد یک توده‌ای یا یک جمعیتی در راستای این توده یا این جمعیت میخوان گرد این جمع بشه و تعداد چجوری بگم میلیونی وارد این قضیه بشه. ولی خب من خودم وقتی که دیدم توی عمل توی این شرایط دیدم که حاکمیت با تمام زوری که داشت میخواست یک توده میلیونی رو به خیابون بکشه بدون خطر، کاملا کنترل شده با تمام ابزاری که در دست داشت نمایش انقلاب بکنه. خود حاکمیت این توان رو نداشت. اونجا من به صحبت‌های آقای حیدری پی بردم که آره واقعا شما هر چی ارائه بدی حتی معجزه هم کنی که کمتر از معجزه نبوده کارهایی که آخیز کردی توی این مدت و این پرده هایی که از این کوآپریشن ایرانی برداشته و بازی های اینا رو کرده که باور کنید کمتر از معجزه نبوده. ولی خب من مردمایی ندیدم که به این متن چجوری بگم سرازیر بشن. به این نتیجه رسیدم که آره واقعا شما نباید وایسید که یک توده میلیونی درست بشه، یک جمعیت خیلی زیادی درست بشه که بعد از این شما به چجوری بگم یعنی کشمکش با حاکمیت بپردازی. آقای سعید من پوزش میخوام، من عذر میخوام آقای سعید، کلام شما رو با شکر میبرم، واقعا پوزش میخوام. شما فیلم ممل آمریکایی رو دیدی؟ بله همون پمپ بنزین، بله دیدم. اون صحنه‌ش رو یادته که وقتی میخوان سوار اون ماشین کاپریو گوگوش بشن چند نفر میریزن سر گوگوش و یه دفعه ممل آمریکایی ظاهر میشه و قهرمان بازی در میاره و همشون رو کتک میزنه، بعد دست آخر گوگوش هم محلش نمیذاره و وقتی که اون سوار ماشین میشه و میره اون کتک خورده هایی که به گوگوش حمله کردن میان سراغ ممل آمریکایی و بهش میگن بی معرفت چرا اینقدر تند زدی
مگه قرار نبود آروم بزنی؟ طرفم که محلت نذاشت. یعنی یک دعوای ساختگی رو یک نمایشی رو اجرا کرد که به خودش یک قدرتی، خودش رو یک تصویر دیگه نشون بده به اینها. اونجا رو یادته؟ بله دقیقا بله. مسئله اینجاست که دولت ایرانی میخواست با این نمایش پوست بندازه و بگه که انقلاب شد، این انقلاب بود و مهم اینه که این ایرانی بودگی و این ایرانیت همچنان در قالب خودش مونده و تنها چیزی که عوض شده یک نهایتا یا کتاب قانونه یا اصلاحاتی، یا حالا پرچم هم عوض شد. اصلا ما تصویب میکنیم برای شما که عمامه بر سر گذاشتن جرم باشه، مهم نیست. مهم این ایرانی بودگیه که بمونه. یعنی رمز تداوم دولت در اون سرزمین ایرانیته. مثلا اینه، میخواست به شما بگه که هیچ خوانش دیگه‌ای وجود نداره، هیچ قرائت دیگه‌ای وجود نداره و شما آسمون بری، بالا بیای، پایین بیای، هر کاری بکنی نمیتونی. ایرانی هستی، همچنان ایرانی هستی. حالا انقلاب هم بخوای بکنی باز هم ایرانی هستی. این ایرانی بودگی مثل یک دمل چرکین سرطانی بدخیم چسبیده به تو و مثل یک زنجیر خفت بردگی توی طوق کله توه و هر آسمون بری پایین بیای، نمیدونم آقای جاستین ترودو برات راهپیمایی بکنه، نماینده های پارلمان اروپا مو قیچی بکنن، بیای ساچمه بخوری، از بچه 10 ساله تو به کشتن بدی تا پیرمرد 70 ساله، از سلبریتی بیاد اعلام موضوع، هر کاری پر بزن. ایرانیت میمونه، همچنان میمونه. حالا دوست هم داشتی بخوای انقلاب بکنی، حالا فکر کن تو جهان خودت، تو دنیای الستی خودت، فکر کن انقلاب کردی، مهم نیست. ولی خب آخذ اومد تمام اینها رو خط بطلان کشید و اجازه نداد چون آرشیو شده، همش آرشیو شده. آخذ روز اول اومد و گفت این نمایشه، جمع کنین بساطتون رو. ببخشید پوزش میخوام، صحبتتون رو قطع کردم. خواستم صحبت‌های شما یکم با این مثال قابل فهمتر باشه. نه خواهش میکنم آقای مرداد عزیز، خواهش میکنم. صحبت سر این بود که آیا دارید، بله همونجوری که فرمایش کردن فرمودن، این شکست هایی که ما به دولت ایرانی دادیم، ببینید برای خودمون هم شاید بگم قابل درک نباشه، اون درکی که ما واقعا داریم از مبارزه کردن. میگم تا الان، تا قبل از آخیز، ما خیلی اصلا شاید بگم درک درست حسابی از اصلا مبارزه نداشتیم، درک درست حسابی از مخالفت با یک چجوری بگم روایت رو نداشتیم. ولی توی این مدت دیدیم، یعنی ما اون توهمی که ایران درست کرده بود، این دولت ایرانی درست کرده بود که آره 85 میلیون نفر تحت نام این ایران گرد هم هستند و هر جا به قول معروف این چارچوب جغرافیایی در خطر باشه اینا هستند، واقعا شکسته شد. ما فهمیدیم چقدر این ناسیونالیسمی هم که اینا تعریف کردن چقدر فیکه، چقدر دروغه، چقدر اینا خیلی ضعیفن. ما اصلا فقط اینا رو، قدرت اینا رو دیده بودیم، ابزار قدرت، نه قدرت واقعی، ابزار قدرتی که اینا داشتن، این ابزاری که در دست داشتن، ارتشی که داشتن، سلاحایی که در دست داشتن، تریبون هایی که داشتن، چه میدونم این قلم به دست هایی که داشتن، کتابخونه ها و دانشگاه ها و این ابزاری که شاید بگم 1% یا 2% مردمان این سرزمین رو حتی پوشش نمیده، ما اینها رو میدیدیم. یه جورایی اون وهم این بزرگی ایران یا چجوری بگم قدرتمند بوده این دولت ایرانی رو به ما هم میزد، یه جورایی که واقعا یه جورایی تسلیم میکرد ما رو که نباید در مقابل این ایستاد. چجوری میشه شما همینجوری در مقابل این همه چی میگن ابزاری که حاکمیت در دست داره و این ثروتی که داره تو بخوای بیستی؟ ولی خب وقتی یه مقدار به قول معروف این بازی دستمون اومد و ما هم کم کم از این بازی خوشمون اومد که ببینیم آقا بازی چیه، قضیه چیه، اصلا ما کجای این دنیا ایستادیم، کجای این کشور یا این سرزمین ایستادیم، ما چرا توی سرزمین خودمون باید اینقدر احساس غریبگی کنیم؟ چرا اصلا ما از اون گوشه بشینیم و فقط نگاه کنیم و تماشاچی باشیم؟ چرا باید یه عده همیشه صحبت کنن و ما فقط چشمون به دهن اینا باشه که ببینیم اینا چه تصمیم هایی ما را میگیرن و آینده ما را به کدوم سمت میبرن؟ ولی وقتی اومدیم بیرونتر و از این زاویه نگاه کردیم، دیدیم واقعا ضعف‌های اینا رو ما اصلا هیچ وقت ندیده بودیم. چه ضعف‌های این دولت داره، چقدر ضعیفن، چقدر
احمقن، چقدر متوهمن. ما این مدت داشتیم خلاصه این فضا رو گوش میدادیم، ببینیم که اصلا اینا هیچ وقت نمیتونن، یعنی هر کاری کردن با اون بیسی که آخیز برای ذهن ما ساخته، با اون بیسی که متن آخیز کردوار سربخو گذاشته، یعنی اصلا احتیاج نداره تو خیلی متفکر باشی یا خیلی استعداد آنچنان عجیب و غریبی داشته باشی، در همون حدی که فقط چجوری بگم حتی پای این دیبیت های آخیز نشسته باشی، شما به قدرت متن آخیز پی میبری و به پوش بودن قدرت ظاهری اونها یا قدرت پوشالی اونها پی میبری. میفهمی که اینا هیچی نیستن، اینایی که سالها نمیدونم پروفسور فلان دانشگاه بودن و توریستین دولت ایرانی بودن و این همه سرمایه و این همه ابزاری که در اختیار اینا قرار گرفت، یک شخص عادی که در جامعه داشت قدم میزد برای خودش و پای دیبیت های آقای ایدری نشست، اینا رو قشنگ میفهمه، اینا اصلا هم زبان متدیک نمیدونم پر از تناقض اینها رو میفهمه، هم میتونه اصلا با تناقض هایی که از صحبت های اینا در بیاره کل ادعای اونا رو پوچ کنه، ادعایی که اینها بر سرش خلاصه تمام زندگی خودشون رو گذاشتن و آینده رو میخوان یه جورایی در همین راستا پیش ببرن، چون تمام منافعشون در همین جاست. ناموفق بودن. ما ضربه هایی رو که زدیم واقعا شاید به شاید بگم نتونیم احساس کنیم ظاهرا، ولی خب خود حاکمیت این رو میفهمه که چقدر هزینه کرده و سالها کوشیده برای اینکه یک کوآپریشن بین ایران در دست یک عده محدود قرار بده، ولی خب الان میبینید برنامه پیش نمیره. اون میتونه با ابزارش جلو ببره، میتونه اصلا همینجوری به قول معروف با ابزارش یک چه میدونم یه رفراندوم بذاره و دوباره این مردم رو بازی بده چون ابزار دستشه، ولی خب این متن آخیز یه جایی گلو اینو میگیره، یه چیزی نیست که ازش بتونه فرار کنه. شاید دیروز زود داشته باشه الان نه چند سال دیگه، ولی خب این کافی این روایت بره و اون چیزایی که اینا ساختن کلا دوباره پوچ بشه، این متن در درون مردم نفوذ کنه. یارو اصلا دیگه وقتی که این دیبیت ها رو نگاه کنه، این آرشیو آخیز رو نگاه کنه، باور کنید از همه اینا حالش به هم میخوره. مردمان این سرزمین هم اکثرا ما این دیگه، خودمون مردمیم و اکثر این مردم هم شبیه ما هستند. مردمانی که تا الان اگر گول خوردن یا تا الان اگر نمیدونستن قضیه چیه، وقتی که این توانایی آخیز در چجوری بگم بازخوانی این فضا در اختیار این مردمان قرار بگیره و این مردمان رو بشنوه، باور کنید یارو دیگه اصلا حالش به هم میخوره. من تجربه شخصی خودم رو میگم، حالم به هم میخوره وقتی مثلا پای بی بی سی میشینم یکی و با یک تایتل نمیدونم دانشگاهی میارن و اونجا افاضات میکنه، اینا رو میآوردن برای چی؟ این همه هزینه میکردن همچین آدمایی بسازن که یکی مثل ما تسلیم بشه. این مردم مطمئنا کم کم به این سمت خواهند رفت، از این تنفر پیدا میکنن از هر چی که ایرانیت ساخته، هر مهره‌ای که ایرانیت بود کرده، هر شخصی که در راستای اهداف این نظام و این دولت ایرانی داره تلاش میکنه، اون مردم یه جورایی اصلا برای مردم چندشاور میشه و اینا دیگه نمیتونن پروژه‌هاشون رو پیش ببرن. مطمئنا اینا ریزش میکنن از هر لحاظ، هیچ کی دیگه پای منبر اینها نمیشینه، هیچ کس تحلیلات خودش رو از اینا نمیگیره، بی سوادی و بی منطقی و مزدور بودن و چجوری بگم نوکر بودن اینا هر چه زودتر رو میشه. من میگم تو این فضا خیلی ها رو دیدم، یکی مثلا هم مثل آقای خادم که آقای حیدری صحبت کردن توی هم رومی که آقای حیدری صحبت میکرد که ایشون میگفتن از بترسید از رهبری کاریزمای جوانی، که اون آقای خادم یعنی واقعا اسمش هم خادمه، خودش هم خادمه، یعنی نوکرزادی دیوس خیلی عذر میخوام کفتار پیر سیاست این آقای خادمه. اینا وقتی مثلا توی این روم ها قرار میگیره قشنگ مشخصه این اصلا چکیده ایرانیت توی این خادم جمع شده کلا. صحبت میکنه بعد یارو کلا حرف میزنن، ایشون میاد عین کفتار پیر در نقش یک پدر دلسوز که یک ایرانی ساخته شده. من بهش حق میدم چون واقعا امثال خادم این ایران رو ساختن، امثال کسانی نوکرانی نوکرزاده های مثل این خادم رو برای سرنوشت ما بر سرنوشت ما سوار کردن و این کوآپریشن ایرانی رو درست کردن. که میگه یارو صحبت میکنه از این همه بی‌عدالتی و چیزهایی که در این کوآپریشن اتفاق افتاده. ایشون میگه مثلا نه من ایران برام مهمه، مثلا خیلی حال به هم زن صحبت های ایشون، ایران برام مهمه، یعنی ایران از هم میپاشه. ایشون خیلی نگران از هم پاشیدگی ایرانه، خیلی از نگران اینه که مثلا تحلیلشون اینه که اگر اینجوری بشه، اگر ما به سمت انقلاب بریم مردمان ما ایران مثل سوریه میشه و
بعد خیلی جالبه. خب اطرافیان اینم خب مطمئنا دیگه نوکرهای دست، اگر خادم چند پله از نوکر بودن و از این خادم بودن چند پله از اینا بالاتره، اونها زیر دست های خادم میشن، یعنی خیلی پاچه خارهای سطح پایینتری هستن. اینا نقش ایشون رو در مثل یک پدر پیری که نگران این چارچوب جغرافیایی که نکنه احیانا این مردمان به سر کوله هم دیگه بپرن و خلاصه در مقابل هم اسلحه بکشن و ناامنی و هرج و مرجی پیش بیاد و همچین چیزی. این صحبت های ایشون رو اصلا قشنگ گوش میدن و هیچ هم هیچ مشکلی باهاش نداره و همه در آخر هم ازش تشکر میکنن که مثلا ایشون رو خیلی دلواپس ایران میدانن، خیلی دلواپس این مردم میدانن، مگر نه تضادی با ایشون ندارن، در حالی که هیچکی نمیپرسه از ایشون مثلا میگه قرار چی بشه، چرا باید این مردم مثل سوریه در مقابل همدیگر بجنگن، کی اون نیرو رو اگر قرار باشه اینجوری بشه کی میتونه جلوی این رو بگیره؟ آیا جمهوری اسلامی یا این روایت اسلامی، این ارتش سپاهی که الان وجود داره در مقابل اینها قرار میگیره، یا این خودش داره اینا رو میسازه؟ اگه بخواد مثلا چجوری بگم تیر آخرش رو بزنه، یک سری نیروهایی رو هم درست کنه که احیانا یک جنگ داخلی یا خلاصه یک سری مسائل دیگه رو در اینجا پیش ببره. هیچکی براش سوال نمیشه، فقط ایشون همینجوری برای خودش حدس میزنه. ولی خب مثلا یکی نیست از این بپرسه، از این کفتار پیر بپرسه که چجوری این نیروهایی که شما اینقدر نگرانید کیان؟ اینا کیان که ممکنه ایران را به سمت تجزیه ببرن، ممکنه چه میدونم به جان همدیگر بیفتند و یک سوریه مثلا در اینجا بنا کنن؟ اینها کیان؟ این نیروها کیان؟ شما این نگرانیتون رو باید مستاق بیارید. از کیا میترسید دقیقاً؟ این نیروهایی که شما اینقدر میترسید در نبود قدرت و در انقلابی که در این سرزمین شکل بگیره ممکنه مثلا وضعیت سوریه‌ای رو برای ایران درست کنن، کیان این نیروها؟ هیچ کی همچین سوالی نمیپرسه، ایشون همینجوری برای خودشون میگن چیزهایی که ما سال‌ها شنیدیم در صورت نبود جمهوری اسلامی همچین اتفاقی میفته. اینها واقعا از خلای قدرت میترسن. چیزی که من فهمیدم اینا از خلای قدرت میترسن، چون تنها چیزی که اینها رو به هم گره میده همین حاکمیته. اگر حاکمیتی در این چارچوب و در این راستا، در این کوآپریشن ایرانی نباشه، همه اینها از هم میپاشن و اینها جایی ندارن، نه عمق اجتماعی دارن، نه به قول آقای ایدری تبایی دارن در این سرزمین که بخوان حداقل از خودشون دفاع کنن، یک کامیونیتی کوچیکی داشته باشن یا به جایی بس باشن و ریشه‌ای در این سرزمین داشته باشن. اینا فقط از این میترسن که این دولت نمونه و این دولت هم تنها کسایی رو که ساپورت میکنه یا امنیتی برای اینا درست میکنه همین کسان، همین دولت زادگان هستن. من طولانی صحبت کردم. کسی از یاران اگر صحبتی هست من مایکو واگذار میکنم. نمیدونم آقای تاها، آقای کاوه، کیوان همه هستن. آقای تاها اگر شما فرمایش دارید بفرمایید، اگر نه که بریم سمت آقای کیوان. بله بفرمایید یاران، من در خدمتم. بفرمایید اگر صحبتی دارم. بله آقای کیوان هم هستن. آقای کیوان پیش من نوبت شما است، الان من اسکرین رو میبینم. بفرمایید آقای کیوان اگر صحبتی هست. خوشحال میشیم شما رو ممنون بشنویم. آقای سعید. حقیقتش سخن دوستان و یاران مخصوصا آقای حیدری عرض کردن و اینکه این شکستی که دولت ایرانی بر باب یهودی مسیحی آمریکایی خورد شکست بزرگی بود که ما مردم به اونا زدیم و الان دولت ایرانی در فاز یک نوع ایستادن است که موقعیت خودش رو داره میبینه و احیانا داره نقشه‌های دیگری رو آماده میکنه و ما هم باید آماده بشیم برای الان نقشه‌های آینده دولت ایرانی که بخواد یا بره به سمت جلو و به شیوه دیگه این انقلاب شکست خورده در دنیای لاهوت رو انجام بده یا بیسته و عکس العملی نشون نده تا اینکه خودش باگ‌هایی که در داخل خودش هست، کفتارهایی که در داخل خودش هست این بزرگتر بشه و از داخل این کرم و این عفونت دولت ایرانی بروز بکنه و نابود بشه. در هر صورت دولت ایرانی واقعا رو اره نشسته، هم بره جلو جر میخوره، هم بیاد عقب جر میخوره و این هم به واسطه وجود آخذ و متن آخذ و یاران مخصوصا آقای حیدری تا الان پیش اومده و دولت ایرانی رو با مشکل مواجه کرده. یک چیزی که من جالب بود تو این
اتفاقات اخیر واسه ما مردم یا حالا اون جمعیتی که بهش میگن ایران ثابت شد به واسطه این ذهنیت‌های اشتباهی از تاریخ که به ما واسه ما مردم ساخته بودن که احیانا اگه بیای داخل خیابون و تو چه میدونم قره کمر بری و اعتراض بکنی و چند تا شعار بگی و چه میدونم حالا چند نفرم کشته بدی، این میشه انقلاب و نمونه فاسد و جعلی اون هم رو 57 تشریح میکردند و نشون میدادن. ولی ما در 88 دیدیم با وجود اینکه مردم تهران میلیونی اومدن خیابون، اونم در شهر تهران هیچ اتفاقی روی نداد. و همین الان هم در این چند روز که این اعتراضات حالا بگیم اینور و اونوری هم که بول شده بود تو رسانه اجتماعی که مثلا این انقلاب و بیاید و چه میدونم اعتراض بکنید و روسریتون رو بردارید و زن زندگی آزادی بگید و یه مشت حرکات نمایشی انجام بدید، این میشه انقلاب. این با شکست این پروژه در این مقطع دولت ایرانی این توهم از ذهنیت مردم، کلیت مردم برداشته شد که الان دیگه ما مردم میدونیم، آحاد این جامعه میدونه که با نمایش و شعارهای الکی و داخل خیابون رفتن هیچ تغییر ایجاد نمیشه و این انقلاب نیستش. و از اون ورم این یکی از دیگر هم شکست ها، بادهای شکست دولت ایرانی هست و اینی که مجبور شد عجله مهره های خودش رو که طی چندین سال یا دهه ها ساخته بود، مخصوصا در این بخش قومی شده کرد مثل پیکاکا، دموکرات، کومله، حالا اینها رو یه ماه آب کرد و آبروی نداشته اینها رو واسه مردم وضوح آشکار کرد و اینا رو خرج کرد. این هم یکی دیگری هست از شکست های دولت ایرانی و نابودی یکی از مهمترین ابزارهاشون که اون هم احزاب منتسب به کرد در این بخش قومی شده کرد هستش. عرض خاصی نیست آقای سعید، ممنونم، خسته هم نباشید، شب شما هم بخیر. بله تشکر از شما آقای کیوان عزیز، ممنون خاطر شرکتتون در بس. من به یاران میپردازم. آقای ربوار شما هم هستید، نوبت شماست، اگه فرمایشی دارید بفرمایید. آقای ربوار، آقای کیوان مایک شما باز عزیز. آقای ربوار ظاهرا صدای ما رو ندارن. آقای کاوه نوبت شماست. آقای کاوه بفرمایید، اگر در تکمله صحبت دارید بفرمایید آقای کاوه. بله مرسی آقای سعید. البته من یه جای دیگه مشغول چت کردن بودم، ببخشید. البته من تو رومم حضور داشتم ولی خیلی ضروری بود باید میرفتم. پیرو تاپیک و صحبت‌های آقای حیدری، من باید عرض بکنم که ما بیایم فرض بر این بگیریم که تمام اینا تو این سرزمین اتفاق افتاده، انقلاب بوده. از مشروطه گرفته تا 57 و تا الان همش انقلاب بوده. ما فرض بر این بگیریم این انقلاب بوده، انقلابی که مردم، انقلاب خودجوشی که مردم انجام دادن، انقلاب کردند. این مردم در حقیقت باید از یک چیزی سیر شده باشند، یک چیزی این مردم رو اذیت کرده باشه، یک چیزی آزادی‌های این مردم رو سلب کرده باشه، یک چیزی مردم رو به تنگنا برده باشه، یک چیزی امکان نفس کشیدن، امکان زندگی رو از این مردم گرفته باشه. خب مردم اومدن انقلاب بکنن. حالا مشروطه رو کاری ندارم، به 57 بپردازیم. 57 انقلاب بود، واقعا انقلاب بود. 57 اگر انقلاب بود، از همان اوایل با کشتار و با ایجاد رعب و وحشت این جمهوری اسلامی نمی اومد. اگر انقلاب مردمی بود، اگر مردم باعث شدن یک فرم دیگر بر این سرزمین تحمیل بکنند، یک فرم دیگر از زندگی، یک شیوه دیگر از زندگی بر این سرزمین تحمیل بکنند و خودشون رو در این فرم ببینند، فردای انقلاب خوشبخت باشن، آزاد باشن،
بتونن پیشرفت بکنن، امکان حق حیات داشته باشن، آزادی داشته باشن. ولی ما دیدیم از همون اول تمام این چیزها ممنوع بود. آزادی ممنوع بود. حالا ما به یک جایی میرسیم اصولا مردم از نظامی به اسم جمهوری اسلامی سیر شدن، دیگه پایان راهه. قضیه چیه هر چند 10 سالی یک بار در این سرزمین چیزی به اسم انقلاب اتفاق میفته؟ آیا واقعا این انقلابه یا نیست؟ یا همون الستیه یا همون افیونه؟ مردم حالشون بده، حالا یه انقلاب راه بیاندازیم، یه انقلاب بکنیم. حالا باز من فرض بر این میگیرم که انقلابه، یه انقلاب بکنیم که مردم حالشون خوب باشه. 57 انقلاب کردیم مردم حالشون خوب باشه، حالشون بدتر شد، بدتر از زمان اون رضا شاه گور به گور برساخت بریتانیا و پسرش محمد رضا شاه. بدتر شد که هر سال ما به دیروز یا به پارسال حسودیمون میشه، هر سال به پارسال داریم حسودیمون میشه. این چه جور انقلابیه که هیچ وقت حال هیچ کس خوب نمیشه؟ کجاش این انقلابه؟ حالا ما در کجای این داستان قرار داریم؟ اصولا مردمی موجود نیست. اگه مردمن واقعا دارن انقلاب میکنن، مگر میشود علیه خودشون انقلاب بکنن، علیه آزادی انقلاب بکنن، علیه خوشبختی انقلاب بکنن، علیه آرامش انقلاب بکنن، علیه قدرت خودشون انقلاب بکنن؟ مگه همچین چیزی هست؟ مگه میشه مردمی انسجام پیدا کرده باشند، قصد کرده باشند یک سیستم رو نابود بکنند، یک فرم دیگر از زندگی رو بر این جامعه تحمیل کرده باشند و باز در این فرم، در این انقلاب و پس انقلاب همه حالشون بد باشه؟ مگه همین چیزی امکان داره؟ مگه آدم دشمن خودشه؟ مگه این مردم به صورت کلی یک انقلاب برای نابودی خودشون انجام میدن؟ قضیه چیه در این سرزمین هر چند 10 سال یک بار باید انقلابی صورت بگیره؟ انقلاب. ما به چی چیزی میگیم انقلاب؟ این انقلاب، این نمایشات، این انقلاب شبیه سازی شده دنیای لاهوت واقعا انقلاب یا الستیه یا یک روانگردانه، یک توهمزاست؟ ببینید تمام این چیزایی که به اسم انقلاب به خورده ما داده میشه داره امروز رو از ما میگیره و ما رو ارجاع میده به فردا، به آینده. امروزی که زندگی درش جریان داره، فردا مبهمه، آینده مبهمه، آینده موجود نیست. کجاست این آینده؟ ما باید اون آینده رو امروز شروع بکنیم دیگه، از همین الان، از همین زمان حال، از همین الان اون چیزی که در آینده میخوایم بهش برسیم پیریزی کرده باشیم. مثل درست کردن یک ساختمان، ما زمینش رو داریم، بعد میایم فنداسیونش رو میسازیم، بعد میایم اسکلتش رو میسازیم، بعد یواش یواش تا به اون خونه میرسیم. کجاست این فونداسیون؟ کجاست؟ چرا همه چیز ارجاع داده میشه به آینده؟ خب توهم دیگه، LSD دیگه، توهمزاست، دروغه. اون چیزی نیست که باید باشه، اون چیزی نیست که در واقعیت وجود داره. یک توهمه. انقلاب هر چند 10 سال مردم دیگه جون به لب میشن، کاسه صبرشون لبریز میشه. البته اشراف بر اینم هست، یعنی
این حقیقت هم موجوده که مردم این سرزمین در بیمردمی و در نازمانی که دارن زندگی میکنن، هرچند هم کاسه صبرشون لبریز بشه، هیچ تکونی از خودشون ندارن. یعنی نمیخورن، تکون نمیخورن، قصدی انجام نمیشه، حرکتی انجام نمیشه برای آزادی از این بند، از این اسارت، از این انقیاد، از این به بردگی کشاندن. ولی چرا واقعا هر چند 10 سال یک بار باید ما با مقوله‌ای به اسم انقلاب روبرو باشیم در این سرزمین؟ چون این 40 سال، هر 40 سال یک بار، 30 سال یک بار، 50 سال یک بار مردم حالشون بد میشه. این حاکمیت هم میخواد پوست اندازی بکنه، بعد به اسم انقلاب کار خودشو، پوست اندازی خودشو به مردم میده، مردم دارن انجام میدن، بها هم میدن، هزینه هم میکنن، به جای اینکه دستمزدی بگیرن هزینه هم میکنن، جون هم میدن، پول هم میدن، ضرر هم میکنن. بعد حاکمیت پوست اندازی میکنه، حاکمیت کار خودشو انجام میده. وگرنه کجای تاریخ؟ یعنی من وقتی تاریخ رو میگم، از تاریخ حرف میزنم، تاریخ روند تحقق ایده است که دارم ازش حرف میزنم، نه یه گذشته یه مردمانی که چطوری لباس پوشیدن، چطوری حرف زدن، چطوری نشستن، چطوری راه رفتن، چطوری زندگی کردن. روند تحقق ایده. کجای تاریخ یک مردمانی علیه خودشون قیام کردن، علیه خودشون انقلاب کردن؟ اگه 57 انقلاب بود، از همون ابتدا فرمان جهاد خمینی به کردستان رو دیدیم، از همون ابتدا خاوران و ماجرای تابستان 67 رو دیدیم، از همون ابتدا تیرباران ها دیدیم، از همون ابتدا اعدام ها دیدیم، از همون ابتدا ایجاد یک فضای خفقان در رعب و وحشت دیدیم که مردم اصلا میترسیدن بیان بیرون، میترسیدن حرف بزنن. من به عنوان یک دهه 60 همیشه از پدر مادرم، الانم که الانه، بهم میگن، بهم گوش زد میکنن، دیوار موش داره، موشم گوش داره. حرفی نزن که بشه بلای جانت. یعنی چی؟ یعنی مردمی به ظهور رسیده انقلاب کردن علیه خودشون، ایجاد رعب و وحشت بشه دیگه. مردمی به ظهور رسیده انقلاب کردن علیه خودشون که بترسن حرف بزنن، که بترسن بگن ما هستیم، وجود داریم، ما مردمیم، امکان زندگی میخوایم، ما حق حیات داریم، حق آزادی داریم. مگه میشه همچین چیزی؟ این انقلاب، این به اصطلاح انقلاب شبیه سازی شده در دنیای لاهوت، انقلاب زنانه، انقلاب ژینا، انقلاب فلان، همون الستیه. 40 سال مردم دارن استثمار میشن، دارن کشته میشن، دارن بهشون تجاوز میشه، حالا به اسم یک انقلاب دارن LSD بهشون میدن حالشون خوب باشه. همون قضیه نازمان، زمان و نازمان، زندگی در زمان، زندگی در نازمان. اون مقاله‌ای بود از بیونگ چولهان، کره جنوبی، با حرفی از اسمش یادم رفت، خاطرم نیست، با حرفی از بله، هولدرین، همون شاعر آلمانی که در وصف سرزمین یک شعر می سراید، بعد این شعر می شود اساس فلسفه هگل. هولدرین آلمانی. یه در وضعیتی که همه چیز متزلزله، باید یک چیزی باشد که تحمل وضع موجود را بکند. در وضعیتی که همه چیز متزلزله، باید یک چیزی باشد که تحمل وضع موجود را بکند.
آدمی که در یک مسیر زندگی قرار داره، جامعه‌ای که در یک مسیر زندگی قرار داره و رو به جلو داره حرکت میکنه، باید یک سری تعلقات داشته باشه. عشق، خانواده، پدر، مادر، تمام آن چیزی که ما بهش میگیم سرمایه عاطفی یک انسان، سرزمین و الی آخر، یک سری تعلقات. و انسان در این دوران به قول نیچه واپسین انسان و انسان امروزی چشم بر تمام این تعلقات میبنده و به یک انسان لذت طلب تبدیل میشه. این انسان لذت طلب پرت میشه از زمان، پرت میشه به نازمان. اصولا زمان دیگه براش معنی نداره. برای همین ما میبینیم آدم هایی که در این دوره دارن زندگی میکنن، در این عصر دارن زندگی میکنن، اصولا زمان براشون معنی نداره. یارو 50 سال سنشه، میره با عملهای جراحی متعدد خودشو در حد یک دختر 20 ساله یا یک پسر 20 ساله نشان میده تا بیاد مثلا از این حس 20 ساله بودگی در سن 40 سالگی یا 50 سالگی با جنس مخالفش در سن 20 سالگی یا یک جنس مخالف 20 ساله تجربه سکس داشته باشه و این آدم به لذت‌های کاذب و به لذت‌های سلبی برسه. لذت‌هایی که شوپنهاور به اسم لذت‌های سلبی ازش اسم میبره. خب بعد رو به دارو. خب این سکس یک داروه، مواد مخدر داروه، مشروبات الکلی داروه. بعضیاشون هم اصلا دارو نمیتونه حالشون رو خوب کنه، نمیتونه تحمل وضع موجود بکنه، رو میارن به خودکشی، انواع و اقسام خودکشی. و به صورت جمعی وضعیت برای همه متزلزله، وضعیت برای جامعه متزلزله. حالا باید یک دارو بهش بدی تا تحمل وضع موجود را بکند. LSD، یک توهم به اسم انقلاب. وگرنه این انقلابی این چیزی که به اسم انقلاب دارن به خورد ما میدن، اگر انقلاب باشه، اگه انقلاب بود یا اگه انقلاب باشه، باید حق حیات به انسان بده، باید حق آزادی به انسان بده. اولا باید تمام مناسبات برده‌ساز اجتماعی، سیاسی، اقتصادی از بین بره و انسان در این جامعه بعد از این انقلاب و در پس انقلاب احساس بکنه یک انسان با حق حیات، با حق آزادی، با حق مالکیت و در نهایت قدرت دار در جامعه زندگی میکنه، در یک جامعه انسانی. و ما مطمئنیم که این انقلاب شبیه سازی شده در لاهوت به هیچ جا نمیرسه. حاکمیت سر جای خودشه، مناسبات از بین نمیره، مناسبات برده‌ساز باز به قوت خود باقیه، چه در سیاست، چه در اجتماعی، چه در اقتصادی. این کجاش انقلابه؟ این چیش انقلابه؟ انقلاب چجوری صورت گرفت؟ حالا علی خامنه‌ای بره، یکی بیاد، ما حالمون خوب میشه. اینا برن، هر کی میخواد بیاد ما حالمون خوب میشه. نه، تو اصلا حالت خوب نمیشه. تو قرار نیست حالت خوب بشه. تو قرار نیست از رعیت بودگی گذار بکنی و به سروری برسی. تو قرار بهت یک توهمزاد تزریق بشه، یک دارو بهت تزریق بشه. تو اصولا انسان زمانمند نیستی. تو اصولا جامعی زمانمند نیستی. تو زمان رو نمیشناسی. تو در نازمان پرتی سرگردانی و باید دارو مصرف کنی. دارو بهت برسه که درستت کنه، که حالتو خوب کنه، که بتونی تحمل وضع موجود رو بکنی، که به خودت تیغ نزنی، قرص نخوری، خودکشی نکنی، خودسوزی نکنی. این انقلاب نیست. این همون توهمزاست
که در عین دانایی آقای حیدری این تاپیک رو گذاشتن. این یک روانگردانه، یک مخدره، فقط داره از یادت میبره که حالت خوب، حالت بده، حالت خوب نیست. فقط کارکردش اینه، چیز دیگری نیست. عده‌ای فکر میکنن میرن تو خیابون بگن مرگ بر دیکتاتور، همه چی درست شده، اینا آزاد شدن، اینا رها شدن، مناسبات برده‌ساز اجتماعی، سیاسی، اقتصادی از بین رفته. تو کاری نکردی، هیچی هم از بین نرفته. حاکمیت در اوج قدرت باقی میمونه. حالا آقای علی میره، آقای تقی میاد، آقای علی میره، آقای مجتبی میاد. چه فرقی میکنه برای زندانی؟ چه فرقی میکنه زندانبانش یک سیاه پوست با موهای فرفری باشه یا یک سفید پوست با موهای بور؟ چه فرقی میکنه؟ زندانی زندانیه. این یارو کرد قومی اتنیکی شده است، با زبون نداشته کردی حرف میزنه، لباس کردی میپوشه. این خوبه. مثلا یک آخوند عمامه فلان به درد نمیخوره. تو کماکان زندانی هستی، چه فرقی میکنه زندانبانت کی باشه؟ تو در یک چهاردیواری به اسم ایران، نه زندانی، محاصره‌ای، اسیری. این انقلاب یک تریاک، یک افیونه، یک روانگردانه، یک داروه که تو نابودی، حال بدی، غم 40 سال گذشته از یادت بره. فقط همینه. مثل اون ترانه گوگوش بود، بزار یادم بره، بزار یادم بره. این هم همینه، کارکردش همینه. هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته. نه تو آزاد میشی، نه تو کرامتت حفظ میشه، نه تو به قدرت میرسی، نه مردمی اصولا موجود هستند، نه مردمی به ظهور رسیده اند. هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته. در بهترین حالت تویی که میری تو خیابون اعتراض میکنی، بدون اینکه بدونی برای چی اعتراض میکنی، برای چی میری خیابون، چه هدفی رو داری تعقیب میکنی، تو چه قصدی کردی که میری خیابون چی رو از بین ببری، تو در بهترین حالت یک انتری، یک بشقاب دست ژانگولری که داره پرتت میکنه به هوا و دوباره میگیرتت و دوباره پرتت میکنه و دوباره میگیرتت. یک انتری که داره بازی میده توی سیرک. تو اصلا آدم نیستی. خیلی ممنون آقای سعید. ولی ممنون از شما آقای کاوه، نکات بسیاری اشاره کردید آقای کاوه، مخصوصا درباره 57. خیلی جالب بود آقای کاوه. یعنی واقعا انسان وقتی فکر میکنه که طبق همین روایتی که اینا تعریف کردن 57 انقلابی صورت گرفته، خیلی جالبه. این مردمان انقلابی هیچ وقت پیگیر این آرمان‌های انقلابی خود نبودند. 40 سال به قول خودشون ظلم و کشتار و چه میدونم تبعید و تبعیض و همه اینها رو مشاهده کردند، ولی خب مردمانی وجود نداشتن که این آرمان خودشون رو دنبال بکنن، که بگن ما برای چه اصولا انقلاب کردیم و چرا باید این انقلابی که ما کردیم به قول خودشون به این سمت بره. هیچ صدایی نبود. نمیخواستن همین رو دوباره تکرار کنن. الان مثلا فرض کن این روایت رو میتونستن سوار کنند، اگر ما نبودیم، اگر جریان آخذ نبود، اینا میگفتن این انقلاب زنایی هم صورت گرفته. بعد فردا یقه کی رو باید میگرفتیم؟ یعنی این مردمان یقه کی رو میگرفتن که این مردمان انقلابی در 10-20 سال آینده به قول خود نهایی که همون 30-40 سال چند دهه یک بار باید یک انقلابی در اینجا شکل بگیره، اون موقع باید یقه کی رو میگرفتن؟ یقه نمیدونم دامون توی کلاب هاوس رو میگرفتن، یقه سیما ثابت ایران اینترنشنال رو میگرفتن،
چه میدونم اصلا چه چیزی اینجا تعریف شده بود که بخوای بگی یک آرمانی اینجا وجود داره که اگر این انقلاب شکل بگیره این فردا چگونه خواهد بود. ما هیچ تصویری از فردا نداریم جز اینکه یک سری متوهم اینجا همش میان میگن فردای ایران به این شکل و به این شکل خواهد بود. چیزی هم نمیگن، یعنی چیزی ارائه نمیدن که تو اصولا ببینی که تو چه آرمانی رو داری تعقیب میکنی. زندگی آزادی یعنی چه؟ یعنی وضعیت زنان در آینده چه خواهد بود در این انقلابی که شما خواهید بگید انقلاب آنلاینی که میخواستید انجام بدید. اصولا زنان ایران چه چیزی را تعقیب میکنن؟ مؤنث های این جامعه چه میخوان که اگر فردا قول خودتون در فردای آزادی ایران چه آینده ای رو میتونن متصور بشن؟ کلاب طولانی شده های کاویارن. اگه کسی از دوستان صحبتی نداره اجازه بدید من کلاب رو ببندم اگر صحبتی نمونده. با تشکر از همه شماهایی که حضور داشتید و تا این لحظه با ما بودید. آقای طاها، آقای بله، خیلی رضوان. ممنون از شما آقای سعید و همچنین یاران عزیز و یارانی که در آدینس تحمل کردن و تا این لحظه از شب نزدیک ساعت 3 موندن و ما را همراهی کردن. خیلی ممنون، شبتون بخیر. من دیگه عرضی ندارم. بله ممنون از شما آقای کاوه. منم واقعا دیگه صحبتی نموند، یعنی همه صحبت ها ارائه شد. آقای حیدری یاران صحبت کردن و ما هم چیزی که به ذهنمون رسید گفتیم، هر آنچه که بود. اگر کسی از یاران فرمایشی ندارن من تا چند لحظه دیگه کلاپ رو میبندم. به همگی شب بخیر میگم. شب همگی بخیر. شبتون بخیر، خستم نباشید.